کتاب یکم وقایع نامه باب یکم نسب نامه نسل عیسی آدم شید انوش قینان مهللئیل یارد هنوخ متوشالح لامک نوح سام هام و یافت پسران یافت جومر و ماجوج و مادی و یاوان و توبال و مشک و تیراس و پسران جومر اشکناز و ریفت و توجرما و پسران یاوان الیشا و ترشیش کیتیم و رودانیم پسران هام کوش و مصر و فود و کنعان و پسران کوش سبا و حویلا و سبتا و رعما و سبتکا و پسران رعما شبا و ددان و کوش نمرود را به دنیا آورد او به پرزور شدن بر روی زمین شروع نمود و مصر لودیم و انامیم و لهابیم و نفتوحیم را به دنیا آورد و فتروسیم و کسلوهیم را که از آنجا فلیشتیان پیدا شدند و کفتوریم را و کنعان سیدون نخوزاده خود و هیت را به دنیا آورد و یبوسی و اموری و جیرجاشی را و هیوی و ارقی و سینی را و اروادی و سماری و حماتی را پسران سام ایلام و اشور و ارفکشد و لود و ارم و اوس و حول و جتر و مشک و ارفکشد شاله را به دنیا آورد و شاله ایبر را به دنیا آورد و به ایبر دو پسر تولد شد نام یکی فالج بود زیرا که در ایام او زمین تقسیم شده است و نام برادرش یاقتان و یاقتان الموداد و شالف و حزرمفت و یاره را به دنیا آورد و هدورام و اوزال و دیخلا را و ایبال و ابیمائیل و شبا را و اوفیر و حویلا و یوباب را همه آنها پسران یاقتان بودند سام ارفکشد شاله ایبر فالج رعو سروج ناهور تاره ابرام که ابراهیم باشد پسران ابراهیم اسحاق و اسماعیل این است نسب آنها نخوزاده اسماعیل نبایوت و قیدار و عبدیل و میبسام میشما و دوما مسا حدد و تیما یتور نافش و قدما اینها پسران اسماعیل بودند و پسران قطورا که سوریه ابراهیم بود و زمران و یاقشان و مدان و میدیان و اشباق و شوعه را زاید و پسران یاقشان شبا و ددان و پسران میدیان ایفا و ایفر و هنوخ و عبیدا و الداعا همه اینها پسران قطورا بودند و ابراهیم اسحاق را به دنیا آورد پسران اسحاق عیسی و اسرائیل پسران عیسی الیفاز ریویل و یعوش و یعلام و قوره پسران الیفاز تیمان و اومار صفی و جعتام قینز و تمنع و امالق پسران ریویل نهد زره شما و میزا و پسران سیر لوتان و شوبال و سبعون و انا و دیشون و ایسر و دیشان و پسران لوتان هوری و همام و خواهر لوتان تمنع پسران شوبال الیان و مانحت و ایبال شفی و اونام و پسران سبعون ایا و انا پسران انا دیشون و پسران دیشون همران و اشبان و ایتران و کران پسران ایسر بلهان و زعوان یعقان پسران دیشون اوس و اران و اینهایند پادشاهانی که در زمین ادوم پادشاهی کردند پیش از آن که پادشاه در بنی اسرائیل پادشاهی کند بلع ابن بعور و نام شهر او دینحابه بود و بلع مرد و در جایش یوباب ابن زره از باسرا پادشاهی کرد و یوباب مرد و در جایش هوشام از زمین تیمانیان پادشاهی کرد
و هوشام مرد و در جایش حدد ابن بدد که در صحرای موآب میدیان را شکست داد پادشاهی کرد و نام شهر او اوید بود. و حدد مرد و در جایش سملا از مسرقا پادشاهی کرد. و سملا مرد و در جایش شاول از رهوبوتی لب نهر پادشاهی کرد. و شاول مرد و در جایش بعلحانان ابن اکبور پادشاهی کرد. و بعلحانان مرد و در جایش حدد پادشاهی کرد و نام شهر او فایی بود و نام زنش مهتبئیل بنت مطرد بنت مزاحاب بود. و حدد مرد و امرای ادوم بودند: امیر تمنه، امیر الوا، امیر یتیت، امیر آهلیباما، امیر ایلا، امیر فینون، امیر قنز، امیر تیمان، امیر میبسار، امیر مجدیل، امیر ایرام. اینها امرای ادوم بودند. کتاب یکم وقایع نامه باب دویم. نسل یعقوب و یهودا. اینهایند پسران اسرائیل: روبن، شمعون، لوی و یهودا، اساکار و زبولون، دان، یوسف و بنیامین، نفتالی، جاد و آشر. پسران یهودا: ار و اونان و شیلا. این سه نفر برای او از بدشوهای کنعانی تولد یافتند. و نخوزاده یهودا ار در نظر خداوند ناشایان بود و او را میرانید. و کلینش تامار برای او فارس و زاره را زایید. پسران یهودا جمع 5 نفر بودند. پسران فارس: هسرون و حامول. و پسران زاره: زمری و ایتان و هیمان و کلکول و داره. جمع 5 نفر بودند. و پسران کرمی: آخاری بلاانگیز اسرائیل که در بابت غنیمت حرام خیانت کرده بود. و پسران ایتان: عزریا. و پسران هسرون که برای او تولد یافتند: یرحمئیل و رام و کلوبای. و رام امیناداب را به دنیا آورد و امیناداب نحشون را به دنیا آورد که وی رئیس بنی یهودا بود. و نحشون سلما را به دنیا آورد و سلما بوعز را به دنیا آورد. و بوعز عبید را به دنیا آورد و عبید یسای را به دنیا آورد. و یسای نخوزاده خود الیآب را به دنیا آورد و دویمین امیناداب را و سیومین شمعا را و چهارمین نتلئیل را و پنجمین رده را و ششمین اوسم را و هفتمین داوود را. و خواهرانشان سرویا و ابیجیل بودند. و پسران سرویا ابشی و یوآب و اسائیل 3 نفر. و ابیجیل اماسا را زاید و پدر اماسا یاتر اسماعیلی بود. و کالب ابن هسرون از زن خود عزوبا و از یریعود فرزندان به دنیا آورد و پسرانش اینهایند: یاشر و شوباب و اردون. و عزوبا مرد و کالب افرت را گرفت و او حور را برای وی زاید. و حور اوری را به دنیا آورد و اوری بسلئیل را به دنیا آورد. و ثانی هسرون نزد دختر ماکیر پدر جلعاد درآمد و او را گرفت در حالتی که 60 ساله بود و او برای وی سجوب را زاید. و سجوب یائیر را به دنیا آورد و او در زمین جلعاد 23 شهر داشت. ولی جشور و ارم دهات یائیر، قنات و قصبه های آن را که 60 شهر بود از آنها گرفتند. همه اینها به پسران ماکیر پدر جلعاد تعلق داشت. و بعد از آن که هسرون در کالب افرت مرد، ابیا زن هسرون برای او اشهور را زاید که وی پدر تقوعا بود. و پسران یرحمئیل نخوزاده هسرون اینها بودند: نخوزادهش رام و بونا و اورند و اوسم و احیا. و یرحمئیل زنی دیگری داشت که نامش اتارا بود و او مادر اونام بود. و پسران رام نخوزاده یرحمئیل اینها بودند: معاص و یامین و ایقر.
و پسران اونام شمی و یاداب بودند و پسران شمی ناداب و ابیشور. و نام زن ابیشور ابیحائیل بود و او احبان و مولید را برای وی زاید. و پسران ناداب سالد و اپائیم و سالد به فرزند مرد. و پسران اپائیم یشعی و پسران یشعی شیشان و پسران شیشان احلای. و پسران یادا برادر شمی یاتر و یوناتان و یاتر به فرزند مرد. و پسران یوناتان فالد و زازا، اینها پسران یرحمئیل بودند. و شیشان پسر نداشت بلکه فقط دختران داشت. و شیشان غلام مصری داشت و نامش یرحاع بود. و شیشان دختری خود را به غلامش یرحاع و زنی داد و او عطای را برای وی زاید. و عطای ناتان را به دنیا آورد و ناتان زاباد را به دنیا آورد. و زاباد افلال را به دنیا آورد و افلال اوبید را به دنیا آورد. و اوبید یهو را به دنیا آورد و یهو عزریا را به دنیا آورد. و عزریا حالس را به دنیا آورد و حالس العاصا را به دنیا آورد. و العاصا سیسمای را به دنیا آورد و سیسمای شلوم را به دنیا آورد. و شلوم یقمیا را به دنیا آورد و یقمیا الیشامع را به دنیا آورد. و پسران کالب برادر یرحمئیل نخوزادش میشا که پدر زیف بود و پسران مارشا پدر هبرون. و پسران هبرون قوره و تپوعه و راقم و شامع. و شامع رحم پدر یارقعام را به دنیا آورد و راقم شمی را به دنیا آورد. و پسر شمی ماعون و ماعون پدر بیتسور بود. و ایفا سوریه کالب هاران و موسی و جازیز را زاید و هاران جازیز را به دنیا آورد. و پسران یهدای راجم و یوتام و جیشان و فالد و ایفا و شاعف. معکا سوریه کالب شابر و ترحنا را زاید. و او نیز شاعف پدر مدمنا و شوا پدر مکبنا و پدر جبعا را زاید. و دختر کالب اکسا بود. پسران کالب ابن حور نخوزاده افرت اینها بودند: شوبال پدر قریت یاریم، سلما پدر بیت لحم، حاریف پدر بیت جادیر. و شوبال پدر قریت یاریم پسران داشت: هاروز، حسیهم نحود. و آیله های قریت یاریم یتریان و فوتیان، شوماتیان و مشرائیان که از آنها سرآتیان و اشتاولیان به وجود آمدند. پسران سلما بیت لحم نتوفاتیان، اترود بیت یوآب، حسیهم نحوتیان و سارعیان. و آیله های کاتبانی که در یعبی ساکن بودند: ترآتیان، شمعاتیان، سوکاتیان. اینها قینیانند که از حمد پدر بیت ریکا پیدا شدند. کتاب یکم وقایع نامه باب 3. نسل داوود پادشاهان یهودا. و پسران داوود که برای او در هبرون تولد یافتند اینها بودند: نخوزادش امنون از اهینوام اسرائیلی، دویمین دانیال از ابیجیل کرمیلی، سیومین ابشالوم ابن معکا بنت تلمای پادشاه جشور، چهارمین ادونیا ابن حجید، پنجمین شفتیا از ابیتال، ششمین یترعام از زن او اجلا. این 6 نفر برای او در هبرون تولد یافتند که در آنجا او 7 سال و 6 ماه پادشاه بود و در یروشلیم 33 سال پادشاهی کرد. و اینها برای او در یروشلیم تولد یافتند: شمعا و شوباب و ناتان و سلیمان، 4 نفر از بتشوعا بنت عمیئیل، و یبهار و الیشاما و الیفالت، و نوجه و نافج و یافیعه، و الیشاما و الیادا و الیفالت، 9 نفر.
جمع پسران داوود همینها بودند، غیر از پسران سوریگان و خواهرشان تامار. و پسر سلیمان رهبعام، پسرش ابیا، پسرش آسا، پسرش یهوشافاط، پسرش یهورام، پسرش احزیاهو، پسرش یوآش، پسرش امسیا، پسرش عزریا، پسرش یوتام، پسرش آهاز، پسرش حزقیا، پسرش منشه، پسرش آمون، پسرش یوشیاهو. و پسران یوشیاهو نخوزادش یوحانان، دویمین یهویاقیم، سیومین صدقیا، چهارمین شلوم. و پسران یهویاقیم پسرش یکانیا، پسرش صدقیا. و پسران یکانیا اسیر، پسرش شالتیل. و ملکیرام و فدایا و شنعسر، یقمیا، هوشاما و ندبیا. و پسران فدایا زروبابیل و شمعی. و پسران زروبابیل مشولام و حنانیا و خواهرشان شلومیت. و حشوبا و اوهیل و بارکیا و حسدیا، یوشب، حاسد، 5 نفر. و پسران حنانیا فلاتیا و اشعیا، پسرش رفایا، پسرش ارنان، پسرش عبدیا، پسرش شکنیا. و پسر شکنیا شمعیا. و پسران شمعیا حتوش و یجعال و باریه و نعریا و شفاط، 6 نفر. و پسران نعریا الیوئینای و حزقیا و ازریقام، 3 نفر. و پسران الیوئینای هودویاهو و الیاشیب و فلایا و عقوب و یوحانان و دلایا و انانی، 7 نفر. کتاب یکم وقایع‌نامه باب 4. نسل یهودا و شمعون. پسران یهودا فارس، حسرون و کرمی و حور و شوبال. و رعایا ابن شوبال یحت را به دنیا آورد و یحت اهومی و لاحد را. اینهایند عائله های سرآتیان. و اینها پسران پدر ایتا می باشند، ازرائیل و اشما و ایدباش. و نام خواهرشان اسللفونی بود. و فنوئیل پدر جدور و ایزر پدر هوشا. اینها پسران حور نخوزاده افرت پدر بیت لحم بودند. و اشهور پدر تقوعا 2 زن داشت، هلعا و نعرا. و نعرا برای او اهوزام و هفر و تمنی و ها اهشتاری را زایید. اینها پسران نعرا بودند. و پسران هلعا سارد و سوهر و اتنان. و قوس، آنوب و سوبیبا و عائله های اهرهیل ابن هاروم را به دنیا آورد. و یعبیس از برادران خود محترمتر بود و مادرش او را یعبیس نام نهاده گفت، زیرا که من او را با اندوه زاییدم. و یعبیس سوی خدای اسرائیل خوانده گفت، کاش که تو مرا برکت می دادی و حدود مرا افزون می نمودی و دست تو با من می بود و مرا از آفت محفوظ می داشتی تا که اندوهگین نباشم. و خداوند به وی آنچه طلبیده بود عطا نمود. و کلوب برادر شوها مهیر را که پدر اشتون باشد به دنیا آورد. و اشتون بیت رافا و فاسیه و تهینا پدر شهر ناهاش را به دنیا آورد. اینها مردمی ریکا می باشند. و پسران قینز آتنیل و سرایا و پسر آتنیل حتت. و معونوتی آفرا را به دنیا آورد. و سرایا یوآب پدر دره کاسبان را به دنیا آورد، زیرا که کاسب بودند. و پسران کالب ابن یفونه ایرو، ایلا و ناام. و پسر ایلا قینز. و پسران یهللئیل زیف و زیفا، تیریا و اسرائیل. و پسران ازرا یاتر و مارد و ایفر و یالون. و میریام و شمی و اشبه پدر اشتموئر را زایید.
و زن یهودیه او یارد پدر جدور و هابر پدر سوکو و یقوتیل پدر زانواه را زاید. همینها پسران بیتیا بنت فرعون که مارد گرفته بود می باشند. و پسران زن او هودیا که خواهر ناهم پدر قیلا بود، جرمی و اشتموعی معکاتی بودند. و پسران شیمون، امنون و رینا بن حنان و تیلون و پسران یشعی، زوهید و بن زوهید. پسران شیلا ابن یهودا، پدر لیکا و لعدا پدر مارشا و عائله های کارخانه کتان بافی از خاندان اشبعه. و یوقیم و مردم کوزیبا و یوآش و ساراف که املاکداران موآب بودند و با جنگ جواب می گرداندند. و این وقایع قدیم است. آنها کلالگر بودند و در نتائم و جدیرا سکونت داشتند. از جانب پادشاه برای اجرای کار او در آنجا ساکن بودند. پسران شمعون، نموئیل و یامین، یاریب، زاره، شاول. پسرش شلوم، پسرش میبسام، پسرش مشمع. و پسران مشمع، پسرش حموئیل، پسرش زکور، پسرش شمعی. و شمعی 16 پسر و 6 دختر داشت، ولی برادرانش پسرانی بسیار نداشتند و تمام عائله‌شان مثل بنی یهودا سرشمار نشده بود. و آنها در بیرشابه و مولادا و حسر شوال سکونت داشتند. و در بلها و آسم و طولات و در بتوئیل و هارما و سیقلاج و در بیت مرکابوت و حسر سوسیم و بیت برعی و شهرائیم. این شهرها تا وقت پادشاهی داوود از آنها بود. و قصبه های آنها ایتام و عین، ریمون و توکین و آشان، 5 شهر. و همه قصبه های آنها که در گرد و پیش این شهرها تا باال بود. همین است مسکنهای آنها و نسبنامه هایی که آنها داشتند. و مشوباب و یملیک و یوشا ابن امسیا و یوئیل و یهو ابن یوشبیا ابن سرایا ابن اسیئیل و الیوئینای و یعقوبا و یوشویاها و اسایا و عدیئیل و اشمیئیل و بنایا و زیزا ابن شفعی ابن الون ابن یدایا ابن شمری ابن شمعیا. اینها که نامهاشان ذکر یافته است سرداران عائله های خود بودند و خانواده پدرانشان بغایت سرشمار گردیده بود. و آنها به درآمدگاه جدور تا طرف شرقی دره رفتند تا که برای رمه های خود چراگاه پیدا کنند. و چراگاه سرعلف خوب یافتند و آن زمین فراخ و آرام و آسایشته بود که در آنجا بیشتر حامیان سکونت داشتند. و آنهایی که در ایام حزقیا پادشاه یهودا نام به نام نوشته شده بودند، آمده خیمه‌نشینان و معنیانی در آنجا یافت شده را ضربه زدند و تا امروز آنها را محو نموده در جایشان ساکن شدند، زیرا که چراگاه برای رمه‌هاشان در آنجا بود. و از میان آنها از بنی شمعون 500 نفر به کوه سعیر رفتند و فلاتیا و نعریا و رفایا و اوزیئیل پسران یشعی سردارشان بودند. و بقیه رستگاران عمالق را ضربه زدند و تا امروز در آنجا سکونت دارند. کتاب یکمی وقایع نامه باب 5. نسل روبن، جاد، منشه و لیوی. و پسران روبن نخوزاده اسرائیل، زیرا که او نخوزاده بود ولی وقتی که بستر پدرش را پلید کرد، نخوزادگی او و پسران یوسف ابن اسرائیل داده شد و در نسبنامه او نخوزادگی انعکاس نیافت. و اگرچه یهودا بر برادرانش برتری پیدا کرده پیشوا از او پیدا شد، ولی نخوزادگی از آن یوسف گردید. پسران روبن نخوزاده اسرائیل، هنوخ و فلو، حسرون و کرمی. پسران یوئیل، پسرش شمعیا، پسرش جوج، پسرش شمعی.
پسرش میکا، پسرش رعایا، پسرش بعل، پسرش بعیرا که او را تجلت فیلاسر پادشاه اشور به اسیری برد و او رئیس رئوبینیان بود. و برادرانش بر حسب خانواده هاشان موافق روی خط نسبنامه هایشان یعییل که سردار بود و زکریاهو و بالا ابن آزاز ابن شامه ابن یوئیل که در اروئر تا نبو و بعلمعون ساکن بود و به طرف شرق تا درآمدگاه بیابان که ابتدایش از نهر فرات بود سکونت داشت، زیرا که رمه های چاروای آنها در زمین جلعاد سرشمار شده بود. و در ایام شاول آنها با هاجریان جنگ کردند و هاجریان به دست آنها افتادند و آنها در تمام مضافات شرقی جلعاد در خیمه های هاجریان ساکن شدند. و بنی جاد در رو بروی آنها تا سلکا که در زمین باشان بود سکونت داشتند. یوئیل سردارشان و شافام معاون او بود و یعنی و شافات در باشان بودند. و برادران آنها بر حسب خانواده هایشان میکائیل و مشولام و شابه و یوری و یعکان و زیه و ایبر 7 نفر. اینهایند پسران ابیحائیل ابن حوری ابن یروعه ابن جلعاد ابن میکائیل ابن یشیشی ابن یهدو ابن بوز. اهی ابن عبدیل ابن جونی سردار خانواده آنها بود و آنها در جلعاد و باشان و دهاتش و در همه چراگاه های شارون تا اقصای آن ساکن بودند. نسب نامه همه‌شان در ایام یوتام پادشاه یهودا و در ایام یاربعام پادشاه اسرائیل ترتیب داده شده بود. از بنی رئوبن و جادیان و نصف سبط منشه جنگاوران، کسانی که سپر و شمشیر می‌برداشتند و کمانداران و جنگ آزمودگان که به میدان کارزار می‌برآمدند 44760 نفر بودند. و آنها با هاجریان و یتور و نافیش و نوداب جنگ کردند و بر ضد آنها کمک گرفتند و هاجریان و همه همراهانشان به دست آنها تسلیم گردیدند، زیرا که آنها در وقت جنگ با خدا استغاثه بردند و او استغاثه آنها را اجابت نمود، چون که به او توکل کردند. و از چاروای آنها به غنیمت گرفتند 50,000 شتر و 250,000 گوسفند و 2,000 خر و 100,000 جان آدم. زیرا بسیار کسان کشته شدند، چون که این جنگ از جانب خدا بود. و به جای اینها تا وقت اسیری خود ساکن شدند. و پسران نصف سبط منشه در آن زمین از باشان تا بعل هرمون و سنیر و کوه هرمون ساکن بودند. آنها افزایش یافتند. و اینهایند سرداران خانواده هاشان: ایفر و یشعی و علیئیل و عزریئیل و ارمیا و هودویا و یهدیئیل که مردان شجاع جنگی، مردان نامدار سرداران خانواده های خود بودند. ولیکن به خدای پدران خود خیانت کردند و به خدایان قوم های آن زمین که خدا از پیش آنها محو کرده بود پیروی نموده با زنا مشغول شدند. و خدای اسرائیل روح فول پادشاه اشور و روح تجلت فیلاسر پادشاه اشور را برانگیخت و او رئوبینیان و جادیان و نصف سبط منشه را به اسیری گرفت و آنها را به حله و حابور و هارا و نهر جوزان آورد که تا امروز آنها در آنجا می باشند. کتاب یکم وقایع نامه باب 6. علاهیده درباره نسل لیوی و هارون. پسران لیوی: جرشون، قهات و مراری. و پسران قهات: امرام، یسحار و هبرون و اوزیل. و فرزندان امرام: هارون و موسی و مریم. و پسران هارون: ناداب و ابیهو، العازار و ایتامار. العازار فینحاس را به دنیا آورد، فینحاس ابیشوع را به دنیا آورد. و ابیشوع بوقی را به دنیا آورد و بوقی اوزی را به دنیا آورد. و اوزی زرحیا را به دنیا آورد و زرحیا
مرایوت را به دنیا آورد. و مرایوت امریا را به دنیا آورد و امریا اهیتوب را به دنیا آورد. و اهیتوب صادوق را به دنیا آورد و صادوق اهیمعاص را به دنیا آورد. و اهیمعاص عزریا را به دنیا آورد و عزریا یوحنان را به دنیا آورد. و یوحنان عزریا را به دنیا آورد و همان است که در خانه‌ای که سلیمان در یروشلیم بنا کرد کاهن بود. و عزریا امریا را به دنیا آورد و امریا اهیتوب را به دنیا آورد. و اهیتوب صادوق را به دنیا آورد و صادوق شالوم را به دنیا آورد. و شالوم حلقیا را به دنیا آورد و حلقیا عزریا را به دنیا آورد. و عزریا سرایا را به دنیا آورد و سرایا یهوصاداق را به دنیا آورد. و یهوصاداق به اسیری رفت وقتی که خداوند اهل یهودا و یروشلیم را به واسطه نبوکدنصر جلای وطن کرد. پسران لیوی: جرشون، قهات و مراری. و اینهایند نامهای پسران جرشون: لبنی و شمعی. و پسران قهات: امرام و اسحار و هبرون و اوزیل. پسران مراری: محلی و موشی. و اینهایند عائله های لیوی بر حسب خانواده هاشان. از آن جرشون: پسرش لبنی، پسرش یحد، پسرش زیما، پسرش یوآه، پسرش ایدو، پسرش زاره، پسرش یعتری. پسران قهات: پسرش امیناداب، پسرش قوره، پسرش اسیر، پسرش القانا و پسرش ابیاساف و پسرش اسیر، پسرش تحت، پسرش اوریئیل، پسرش اوزیا و پسرش شاول. و پسران القانا: اماسی و اهیمود. القانا: پسران القانا: پسرش صوفی و پسرش نحت، پسرش الیآب، پسرش یروحام، پسرش القانا. و پسران سموئیل: نخوزادش یوئیل، دویمش ابیا. و پسران مراری: محلی، پسرش لبنی، پسرش شمعی، پسرش اوزا، پسرش شمعا، پسرش حجیا، پسرش اسایا. و اینهایند که داوود برای سرودگویی در خانه خداوند تعیین نمود بعد از آن که صندوق در آرامگاهش گذاشته شد. و آنها پیش مسکن خیمه جامع خدمتگزاران سرودگوی بودند تا وقتی که سلیمان خانه خداوند را در یروشلیم بنا کرد و آنها موافق نظامنامه خود بر خدمت خود می ایستادند. و اینهایند که با پسران خود می ایستادند: از پسران قهاتیان: هیمان مغنی ابن یوئیل ابن سموئیل، ابن القانا ابن یروحام ابن علیئیل ابن توعه، ابن صوف ابن القانا ابن مهد ابن اماسای، ابن القانا ابن یوئیل ابن عزریا ابن صفنیا، ابن تحت ابن اسیر ابن ابیاسار ابن قوره، ابن اسحار ابن قهات ابن لیوی ابن اسرائیل. و برادرش آصاف که به یمین او می ایستاد: آصاف ابن برکیاهو ابن شمعا، ابن میکائیل ابن بعسیا ابن ملکیا، ابن اتنی ابن زاره ابن ادایا، ابن ایتان ابن زیما ابن شمعی، ابن یحد ابن جرشون ابن لیوی. و پسران مراری برادرهاشان به طرف چپ بودند: ایتان ابن قیشی ابن عبدی ابن معلوک، ابن حشبیا ابن امسیا ابن حلقیا، ابن امسی ابن بانی ابن شامر، ابن محلی ابن موشی ابن مراری ابن لیوی. و برادران آنها لیوی زادگان به هر خدمت مسکن خانه خدا تعیین شدند. و هارون و پسرانش بر قربانگاه قربانی سوختنی و بر قربانگاه بخور قربانی ها می سوزانیدند و هر کار را در قدس ها برای کفارت اسرائیل به جا می آوردند موافق هر آنچه موسی بنده خدا امر فرموده بود. و اینهایند پسران هارون: پسرش العازار، پسرش فینحاس، پسرش ابیشوع، پسرش بقی، پسرش اوزی، پسرش زرحیا،
پسرش مرایوت، پسرش امریا، پسرش اهیتوب، پسرش صادوق، پسرش اهیمعز. شهرهای کاهنان و لیوی زادگان. و اینهایند مسکنهای آنها بر حسب دیهاتشان در حدودشان و پسران هارون از قبیله قهاتیان، چون که قره اولین از آن آنها بود. هبرون را در زمین یهودا با حوالی گرد و پیش آن دادند، ولی کشتزار این شهر و دیهاتش را به کالب ابن یفونه دادند. و به پسران هارون شهرهای گریزگاه هبرون و لبنا را با حوالی آن و یتیر و اشتموئر را با حوالی آن دادند. و هیلن را با حوالی آن و دبیر را با حوالی آن و آشان را با حوالی آن و بیت شمش را با حوالی آن. و از خاندان بنیامین جابع را با حوالی آن و آلامت را با حوالی آن و اناتوت را با حوالی آن. همه شهرهای آنها موافق قبیله هاشان 13 شهر بود. و به بقیه پسران قهات از قبیله های این خاندان موافق قرعه از حصه میراث نصف خاندان منشه 10 شهر رسید. و به پسران جرشون بر حسب قبیله هاشان از خاندان ایساکار و از خاندان آشر و از خاندان نفتالی و از خاندان منشه که در باشان بود 13 شهر رسید. و به پسران مراری بر حسب قبیله هاشان از خاندان رئوبن و از خاندان جاد و از خاندان زبولون موافق قرعه 12 شهر رسید. و بنی اسرائیل این شهرها را با حوالی آنها به لیوی زادگان دادند. و این شهرها را که نامهاشان ذکر شده است از خاندان بنی یهودا و از خاندان بنی شمعون و از خاندان بنی بنیامین موافق قرعه دادند. و برای بعضی قبیله های بنی قهات شهرهای حدودشان از خاندان افرایم بود. و به آنها شهرهای گریزگاه را، شکم را در کوه افرایم با حوالی آن و جازر را با حوالی آن دادند. و یقمعام را با حوالی آن و بیت هورون را با حوالی آن و ایالون را با حوالی آن و جتریمون را با حوالی آن. و از نصف خاندان منشه آنیر را با حوالی آن و بلعام را با حوالی آن برای بقیه قبیله های بنی قهات. و برای بنی جرشون از قبیله های نصف خاندان منشه جولان را در باشان با حوالی آن و اشتاروت را با حوالی آن. و از خاندان ایساکار قادش را با حوالی آن و دابرت را با حوالی آن. و راموت را با حوالی آن و آنیم را با حوالی آن. و از خاندان آشر ماشال را با حوالی آن و عبدون را با حوالی آن. و حقوق را با حوالی آن و رحوب را با حوالی آن. و از خاندان نفتالی قادش را در جلیل با حوالی آن و همون را با حوالی آن و قریاتیم را با حوالی آن. و به بقیه پسران مراری از خاندان زبولون ریمون را با حوالی آن و تابور را با حوالی آن. و از آن طرف اردن در رو بروی یریحو به جانب شرقی اردن از خاندان رئوبن با سر را در بیابان با حوالی آن و یحسا را با حوالی آن. و قدیمون را با حوالی آن و مفعت را با حوالی آن. و از خاندان جاد راموت را در جلعاد با حوالی آن و مهنائیم را با حوالی آن. و هشبون را با حوالی آن و یعزیر را با حوالی آن. کتاب یکم وقایع نامه باب 7. نسل سبطهای دیگر اسرائیل. و پسران ایساکار تولا و فورا، یاشوب و شمرون 4 نفر. و پسران تولا اوزی و رفایا و یریئیل و یحمی و یبسام و سموئیل که آنها سرداران خانواده پدرشان تولا و مردان جنگی اولادشان بودند. شماره آنها در ایام داوود 22600 نفر بود. و پسر اوزی زرحیا و پسران زرحیا
میکائیل و عبدیا و یوئیل و یشیا، 5 نفر که همه‌شان سردار بودند. و آنها بر حسب اولادشان و خانواده‌هاشان فوج‌های عسکری برای جنگ به مقدار 36,000 نفر داشتند، زیرا که زنان و پسرانشان بسیار بودند. و برادران آنها از همه قبیله‌های ایساکار 87,000 نفر مردان جنگی بودند، همه‌شان در نسبنامه‌های خود ذکر یافتند. و پسران بنیامین بالا و باکر و یدیایل 3 نفر. و پسران بالا اسبون و اوزی و اوزیل و یریموت و ایری 5 نفر که سرداران خانواده ها و مردان جنگی بودند و نسبنامه هاشان از 22,034 نفر عبارت بود. و پسران باکر زمیرا و یوآش و الیعازر و الیوئینی و عمری و یریموت و ابیا و اناتوت و علامت، همه اینها پسران باکر بودند. و نسبنامه های آنها بر حسب اولادشان و سرداران خانواده هاشان از 20,200 نفر مردان جنگی عبارت بود. و پسران یدیایل بلحان و پسران بلحان یعوش و بنیامین و ایهود و کنعانا و زیتان و ترشیش و اهیشاهر. همه این پسران یدیایل سرداران خانواده ها و مردان جنگی بودند و 17,200 نفر سرباز داشته به جنگ می برآمدند. و پسران ایر شوفیم و هوفیم و پسری اهر هوشیم. پسران نفتالی یحسیئیل و جونی و یسر و شلوم که پسران بلها بودند. پسران منشه اشریئیل که ورا زوجه او زاید و ماکیر پدر جلعاد که ورا سوریه ارمی او زاید. و ماکیر خواهر هوفیم و شوفیم را که معکا نام داشت به زنی گرفت و نام پسری نسل دویم صلاحفاد بود و صلاحفاد دختران داشت. و معکا زنی ماکیر پسر زاید و او را فارش نام نهاد و نام برادرش شارش بود و پسران او اولام و راقام بودند. و پسر اولام بدان، همین هایند پسران جلعاد ابن ماکیر ابن منشه. و خواهر او همولاکد اشهود و ابی آزر و محلا را زاید. و پسران شمیدا اینها بودند: احیان و شاکم و لیقحی و انیام. و پسران افرایم شوتاله و پسرش بارد و پسرش تحت و پسرش الادا و پسرش تحت. و پسرش زاباد و پسرش شوتاله و آزر و الاد. و مردم جد که در این زمین تولد یافتند آنها را کشتند، زیرا که برای گرفتن چاروایشان فرود آمده بودند. و پدر آنها افرایم روزهای زیاد ماتم گرفت و برادرانش برای تسلی دادن او آمدند. و او نزد زن خود درآمد و وی حامله شده پسر زاید و او را بریعا نام نهاد، زیرا که در خاندانش مصیبت روی داده بود. و دخترش شاعره بود که بدهورون پایان و بالا را بنا کرد و اوزین شاعره را نیز. و پسرش رافح و راشف و پسرش تاله و پسرش تاهن. پسرش لعدان، پسرش امیهود، پسرش الیشاما، پسرش نون، پسرش یهوشع. و املاک و مسکنهاشان بیت ایل و دهاتش و به طرف شرق نعران و به طرف غرب جازر و دهاتش و شکم و دهاتش تا ایا و دهاتش. و نزد حدود بن منشه بیت شعان و دهاتش، تعنک و دهاتش، مجیدو و دهاتش، دور و دهاتش. در این جایها پسران یوسف ابن اسرائیل سکونت داشتند. پسران آشر یمنا و یشوا و یشوی و بریعا و خواهرشان ساره. و پسران بریعا هابر و ملکیئیل که او پدری برزائیت است. و هابر یفلید و شومیر و هوتام و خواهرشان شوعا را به دنیا آورد. و پسران یفلید فاسک و بیمحال و اشوات، اینها پسران یفلید بودند. و پسران شامر
اهی و راهجا و حبا و ارام. و پسران برادرش هیلم، صوفه و یمنا و شیلش و آمال. پسران صوفه، سوعه و هرنافر و شوال و بیری و یمرا. باسر و هود و شما و شیلشا و یتران و بیرا. و پسران یاتر، یفونه و فسفا و عرا. و پسران اولا، آره و حنیئیل و ریسیا. همه اینها پسران آشر، سرداران گزین خانواده ها، مردان جنگی، سروران رئیسان بودند و شماره آنها در لشکر برای جنگ موافق نسب نامه هاشان 26,000 نفر بود. کتاب یکم وقایع نامه باب 8. نسل بنیامین، شاول. و بنیامین نخوزاده خود بالا را به دنیا آورد و دویمین اشبیل، سیومین اهره، چهارمین نوحا و پنجمین رافا را. و پسران بالا اینها بودند: ادار و جرا و ابیهود و ابیشوعه و نعمان و اهوه و جرا و شفوفان و هورام. و اینهایند پسران ایهود که سرداران خانواده های ساکنان جابه بودند و آنها را به مناحت کوچانیدند. نعمان و احیا و جرا که او آنها را کوچانید و او اوزا و احیهود را به دنیا آورد. و شهرائیم در کشور موآب بعد از فرستادن زنان خود هوشیم و بعرا فرزندان به دنیا آورد. و از زن خود هودش اینها را به دنیا آورد: یوباب و سیویا و میشا و ملکام و یعوس و ساخیا و میرما. همین هایند پسران او که سرداران خانواده ها بودند. و از هوشیم ابیتوب و الفاعل را به دنیا آورد. و پسران الفاعل، عبر و مشعام و شامک که وی اونو و لود و دیهاتش را بینا کرد. و بریا و شامک که آنها سرداران خانواده های ساکنان ایالون بودند. آنها ساکنان جت را به گریختن وادار کردند. و احیو، شاشاق و یرموت و زبدیا و اراد و آدر و میکائیل و اشفا و یوها پسران بریا. و زبدیا و مشولام و حزقی و حابر و یشمیری و یزما و یوباب پسران الفاعل. و یاقیم و ذکری و زبدی و الیعنی و سیلتی و علیئیل. و ادایا و برایا و شمرات پسران شمعی. و یشفان و عبر و علیئیل. و عبدون و ذکری و حانان. و حنانیا و الام و انتوتیا. و یفدیا و فنوئیل پسران شاشاق. و شمشیری و شهریا و عتلیا. و یعرشیا و ایلیا و ذکری پسران یروحام. آنها سرداران خانواده ها، سروران اولاد خود بودند. آنها در یروشلیم سکونت داشتند. و در جبعون پدر جبعون سکونت داشت و نام زنش معکا بود. و پسر نخوزادش عبدون بود و ثانی سور و قیش و بعل و ناداب. و جدور و احیو و زاکر. و میقلود شیماء را به دنیا آورد و آنها نیز در رو بروی برادرانشان در یروشلیم با برادران خود ساکن بودند. اولاد شاول و یوناتان. و نیر قیش را به دنیا آورد و قیش شاول را به دنیا آورد و شاول یوناتان و ملکیشوع و ابیناداب و اشباعل را به دنیا آورد. و پسر یوناتان میری باال بود و میری باال میکا را به دنیا آورد. و پسران میکا فیتون و مالک و تعریه و آهاز. و آهاز یهوعدا را به دنیا آورد و یهوعدا آلامات و ازمفت و زیمری را به دنیا آورد و زیمری موسی را به دنیا آورد. و موسی بن را به دنیا آورد، پسرش رافا، پسرش العاصا، پسرش آسیل. و آسیل 6 پسر داشت و این است نامهای آنها: از ریقام، بخرو و اسماعیل و شعریا و عبدیا و حانان.
همه اینها پسران آسیل بودند. و پسران برادرش ایشق، نخوزادش اولام، دویمین یعوش و سیومین الیفالت. و پسران اولام مردان شجاع جنگی و کمانداران بودند و پسران و نبیره هاشان بسیار 150 نفر بودند. همه اینها از بنی بنیامین بودند. کتاب یکم وقایع نامه باب 9 درباره ساکنان یروشلیم و جبعون. و تمام اسرائیل موافق نسبنامه های خود قید کرده شدند و اینک آنها در کتاب پادشاهان اسرائیل نوشته شدند و اهل یهودا برای گناهاشان به بابل جلای وطن گردیدند. و کسان اولینی که در شهرهای خود در املاکشان ساکن شدند، اسرائیلیان، کاهنان، لویزادگان و تابعان بودند. و در یروشلیم بعضی از بنی یهودا و از بنی بنیامین و از بنی افرایم و منشه سکونت داشتند. اوتی ابن عمیهود ابن عمری ابن امری ابن بانی از پسران فارس ابن یهودا. و از شیلونیان نخوزاده عصایا و پسرانش. و از بنی زاره یعوئیل و برادران آنها 690 نفر. و از بنی بنیامین سلو ابن مشولام ابن هودویا ابن حسنوعا. و یبنیا ابن یروحام و ایلا ابن اوزی ابن مکری و مشولام ابن شفتیا ابن راویل ابن یبنیا. و برادران آنها موافق اولادشان 956 نفر. همه این مردان سروران خانواده ها در خاندان پدرهاشان بودند. درباره کاهنان. و از کاهنان یدعیا و یهویاریب و یاکین. و عزریا ابن حلقیا ابن مشولام ابن صادوق ابن مرویوت ابن اهیتوب رئیس خانه خدا. و عدایا ابن یروحام ابن فشحور ابن ملکیا و معسی ابن عدیئیل ابن یحزیرا ابن مشولام ابن مشیلمیت ابن ایمیر. و برادران آنها سرداران خانواده هاشان 1760 نفر که مردانی دلیر در مسئله خدمت خانه خدا بودند. درباره لویزادگان. و از لویزادگان شمعیا ابن حشوب ابن ازریقام ابن حشبیا از بنی مراری. و بقبقر، آرش و جلال و متنیا ابن میکا ابن ذکری ابن آصاف. و عبدیا ابن شمعیا ابن جالال ابن یدوتون و بارکیا ابن آسا ابن الخانا که در دهات نطوفاتی سکونت داشت. و در بانان شلوم و عقوب و تلمون و اهیمان. و برادرشان شلوم سردار بود. و تا الحال آنها نزد دروازه شرقی پادشاه در بانان باششگاه های خاندان لیوی می باشند. و شلوم ابن قوری ابن ابیاساف ابن قوره و برادرانش از خاندان پدرش، یعنی قورهیان که متصدی بر مسئله خدمت و پاسبانان آستانه های خیمه بودند و پدرانشان متصدی بر اردوی خداوند و پاسبانان درآمدگاه آن بودند. و فینحاس ابن العازار پیشتر بر آنها رئیس بود و خداوند با او بود. زکریا ابن مشلیما دربانی دروازه خیمه جامع بود. همه آنهایی که برای دربانی نزد آستانه ها انتخاب شده بودند 212 نفر بودند. آنها در نسبنامه ها بر حسب دهات خود نامبر شدند. آنها را داوود و سموئیل بصیر به این وظیفه برای صداقتشان برگماشته بودند. و آنها و پسرانشان بر دروازه های خانه خداوند و خانه خیمه برای پاسبانی تعیین شده بودند. دربان به هر 4 طرف به شرق، غرب، شمال و جنوب بودند. و برادران آنها که در دهات خود بودند نوبت به نوبت با آنها به مهلت 7 روز می آمدند. اعتبار مخصوصی لیویزادگان. زیرا آن 4 سرداری دربانان که لیویزادگان بودند
اعتبار مخصوص داشتند و آنها بر حجره‌ها و بر خزائن خانه خدا برگماشته شده بودند و در گرد و پیش خانه خدا شب را می‌گذرانیدند، زیرا که پاسبانی بر ذمه آنها بود و آنها کلیددار بوده میبایست هر صبح درها را می‌گشادند. و بعضی از آنها بر کالای عبادت تعیین شده بودند، چون که آنها را شمرده می آوردند و شمرده می برآوردند. و بعضی از آنها بر کالا، بر تمام کالای مقدس و بر آرد مهین و شراب و روغن و لیبونا و عطریات تعیین شده بودند. و بعضی از پسران کاهنان ترکیب‌های عطریات را به وجود می آوردند. و متیتیا از میان لیویزادگان که او نخوزاده شلوم قورهی بود، بر کار هدیه‌های روی تابه تعیین شده بود. و بعضی از برادران آنها از پسران قهاتیان بر نان تقدیم تعیین شده بودند تا که آن را برای هر روز شنبه تیار کنند. و مغنیان سرداران خانواده‌های لیویزادگان در حجره‌ها از مشغولیت دیگر فارغ بودند، زیرا که روز و شب با کار خود شغل داشتند. اینها سرداران خانواده‌های لیویزادگان بودند که سروران اولادشان بوده در یروشلیم سکونت داشتند. و در جبعون پدر جبعون یعیل سکونت داشت و نام زنش معکا بود. و پسری نخوزادش عبدون بود و ثانی سور و قیش و باال و نیر و ناداب و جدور و احیو و زکریا و میقلود. و میقلود شمعام را به دنیا آورد و آنها نیز در رو بروی برادرانشان در یروشلیم با برادران خود ساکن بودند. و نیر قیش را به دنیا آورد و قیش شاول را به دنیا آورد و شاول یوناتان و ملکیشوعه و ابیناداب و اشباعل را به دنیا آورد. و پسری یوناتان میری باال بود و میری باال میکا را به دنیا آورد. و پسران میکا فیتون و مالک و تهریه. و آحاز یعرا را به دنیا آورد و یعرا آلامت و از مفت و زمری را به دنیا آورد و زمری موسی را به دنیا آورد. و موسی بن را به دنیا آورد و پسرش رفایا، پسرش العاصا، پسرش آسیل. و آسیل 6 پسر داشت و این است نامهای آنها: از ریقام، بخرو و اسماعیل و شعریا و عبدیا و حانان. اینها پسران آسیل بودند. کتاب یکم وقایع‌نامه باب 10. هلاکت شاول. و فلیشتیان با اسرائیل جنگ می‌کردند و مردم اسرائیل از پیش فلیشتیان گریختند و بر کوه جلبوعه شهید شده افتادند. و فلیشتیان به شاول و پسرانش آمده رسیدند و فلیشتیان یوناتان و ابیناداب و ملکیشوعه پسران شاول را کشتند. و جنگ بر ضد شاول سخت شد و سربازانی که تیر از کمان می انداختند او را به زیر تیر گرفتند و او از دست تیراندازان زخمی شد. و شاول به سلاح بردار خود گفت: شمشیر خود را کشیده مرا با آن بزن، مبادا این نامختونان آمده مرا به خواری بکشند. ولی سلاح بردارش نخواست، زیرا که بغایت ترسید. و شاول شمشیر خود را گرفته بر آن افتاد. و سلاح بردارش دید که شاول مرد و این نیز بر شمشیر خود افتاده مرد. و شاول و 3 پسرش مردند و تمام خاندانش یک جای مردند. و تمام مردم اسرائیل که در وادی بودند چون دیدند که اسرائیلیان رو به گریز آوردند و شاول و پسرانش مردند، شهرهای خود را پرتافته گریختند و فلیشتیان آمده در آنها ساکن شدند. و فردایش فلیشتیان برای لوچ کردن شهیدان آمدند و شاول و پسرانش را یافتند که بر کوه جلبوعه افتاده بودند و او را لوچ کردند و سر او و اسلحه او را گرفتند و به هر طرف زمین فلیشتیان فرستادند تا که به بتخانه های خود و به قوم مژده دهند. و اسلحه او را در خانه خدایان خود گذاشتند و سر او را در خانه داجون با میخ کوفته ماندند. و تمام اهل یابش گلعاد آنچه را که فلیشتیان به شاول کرده بودند شنیدند. و همه مردان دلیر برخاسته جسد شاول و جسدهای پسرانش را برداشتند و به یابش آورده استخوان‌های آنها را زیر درخت پیسته
در یابیش دفن کردند و 7 روز روزه داشتند. معصیت شاول که از باعث آن از پادشاهی محروم گردید و شاول از باعث معصیت خود که پیش خداوند به عمل آورد مرد، یعنی از باعث آن که کلام خداوند را رعایت نکرد و به جادوگر با سوال مراجعت نمود، ولی به خداوند مراجعت ننمود و او را میرانید و سلطنت را به داوود ابن یسای گذرانید. کتاب یکم وقایع نامه باب 11. پادشاه شدن داوود. و تمام اسرائیل نزد داوود به هبرون جمع آمده گفتند: اینک ما استخوان و گوشت تو هستیم. دیروز و پریروز نیز وقتی که شاول پادشاه بود، تو اسرائیل را بیرون می بردی و اندرون می آوردی. و خداوند خدای تو به تو گفته بود: تو قوم من اسرائیل را خواهی چرانید و تو بر قوم من اسرائیل رئیس خواهی بود. و همه پیران اسرائیل نزد پادشاه به هبرون آمدند و داوود با آنها در هبرون به حضور خداوند عهد بست و داوود را بر طبق کلام خداوند که به واسطه سموئیل گفته بود به پادشاهی بر اسرائیل تدهین کردند. یروشلیم پایتخت مملکت متحده. و داوود و تمام اسرائیل به یروشلیم که یبوس باشد رفتند و در آنجا یبوسیان ساکنان این زمین بودند. و ساکنان یبوس به داوود گفتند: تو به اینجا داخل نخواهی شد. و داوود قلعه سیان را که شهر داوود باشد ضبط کرد. و داوود گفت: هر کی یبوسیان را اول ضربه زند وی رئیس و سردار خواهد شد. و یوآب ابن سرویا اول برآمد و رئیس شد. و داوود در قلعه ساکن شد، بنابراین آن را شهر داوود نامیدند. و او شهر را از گرد و پیشش از میلو گرفته تا گرداگرد آن بنا کرد و یوآب بقیه شهر را آباد نمود. و داوود تا رفت بیشتر کامیاب و بزرگ می گردید و خداوند لشکرها با او بود. همصفان داوود. و اینهایند سروران پهلوانانی که داوود داشت که آنها او را با تمام اسرائیل در سلطنتش تقویت دادند تا که او را بر طبق کلام خداوند بر اسرائیل پادشاه گردانند. و این است نامگوی پهلوانانی که داوود داشت: یاشابعام ابن حکمونی سردار سیگانه، او بار نیزه خود را بر 300 کس برداشته همشان را یکباره کشت بود. و بعد از او العازار ابن دودوی اهوهی یکی از آن 3 پهلوان بود. او با داوود در فسدمین بود و فلیشتیان در آنجا برای جنگ جمع شده بودند و قطعه کشزار پر از جو بود و قوم از پیش فلیشتیان رو به گریز آوردند. و آنها در میانه آن قطعه کشزار ایستاده آن را محافظت کردند و فلیشتیان شکست رسانیدند و خداوند غلبه بزرگ به عمل آورد. و 3 نفر از آن 30 سردار به صخره نزد داوود به مغاره ادولام فرود آمدند، در صورتی که فلیشتیان در وادی رفایم اردو زده بودند. و داوود آن وقت در قلعه بود و دسته فلیشتیان آن وقت در بیت لحم بودند. و داوود اظهار آرزو نموده گفت: کاش که کسی مرا از چاهی که نزد دروازه بیت لحم است آب بنوشاند. و این 3 نفر اردوگاه فلیشتیان را رخنه کرده از چاهی که نزد دروازه بیت لحم است آب کشیدند و آن را برداشته نزد داوود آوردند، ولی اون نخواست که آن را بنوشد و آن را همچون هدیه ریختنی برای خداوند ریخت و گفت: حاشا از ترس خدایم که من چنین عمل نمایم. آیا خون این کسان را بنوشم که جان خود را در خطر گذاشتند؟ زیرا که جان خود را در خطر گذاشته آورده بودند و اون نخواست که آن را بنوشد. چنین از کاری که این 3 پهلوان کردند. و ابیشای برادر یوآب سردار 3 نفر بود و او بار نیزه خود را بر 300 کس برداشته همه‌شان را کشته بود و او در میان 3 نفر نامدار بود. در میان این 3 نفر او از 2 نفر مکرمتر بوده سردار آنها گردیده بود، ولی به درجه آن 3 نفر نرسیده بود. بنایا ابن یهویادا پسر مردی دلیر قبسیلی که کارهای بزرگ کرده بود. او 2 پهلوان موآبی را کشته بود و او فرود آمده
شیر را اندرون چاه در روز برف کشته بود و او مردی مصری بزرگجثه را که قامتش 5 ذراع بود کشته بود، در صورتی که در دست آن مصری نیزه مثل نورد مالبافی بود و او با تیاق نزد وی فرود آمده نیزه را از دست مصری ربود و را با نیزه خودش کشت. چنین از کارهایی که بنایا ابن یهویادا کرده بود و او در میان آن 3 پهلوان نامدار بود. از 30 نفر او مکرمترین بود ولی به درجه آن 3 نفر نرسیده بود و داوود او را بر گروه پاسبانان شخصی خود تعیین نمود. و سربازان پهلوان: اسائیل برادر یوآب، الحانان ابن دودو از بیت لحم، شموت هروری، هیلس فلونی، ایرا ابن ایقش تقوئی، ابی آزر انتوتی، سیبکی هوشاتی، ایلی اهوهی، مهری نتوفاتی، هیلد ابن بعنای نتوفاتی، ایتی ابن ریبای از جبعای بنی بنیامین، بنایای فرعاتونی، هوری از ملک جاعش، ابیئیل ارباطی، از مفت بهورومی، الیهبای شعلبونی، از پسران حاشم جیزونی، یوناتان ابن شاجی حراری، اهیام ابن ساکار حراری، ایلیفل ابن اور، هیفر مکیراتی، اهیای فلونی، اسرای کرمیلی، نعری ابن ازبای، یوئیل برادر ناتان، مبهار ابن حجری، سالق امونی، نهره بیروتی که سلاح بردار یوآب ابن سرویا بود، ایرای یتری، جارب یتری، اوریای هیتی، زاباد ابن احلایی، ادینا ابن شیزای رئوبینی که سردار رئوبینیان بود و 30 سرباز داشت، حانان ابن معکا، یوشافات متنی، اوزیای اشتراتی، شاما و یعیل، پسران حوتام اروئیری، یدیعیل ابن شمری و برادرش یوهای تیسی، علیئیل از محویم، یریبای و یوشویا پسران الناام، یتمای موآبی، علیئیل اوبید و یسیئیل از مسوبایا. کتاب یکم وقایع نامه باب 12. جنگاوران نزد داوود در سیقلاگ جمع می شوند. و اینهایند کسانی که نزد داوود به سیقلاگ آمدند وقتی که او هنوز از دست شاول ابن قیش گریزه بود و آنها در میان پهلوانانی بودند که در جنگ او مدد می رسانیدند. با کمان مسلح بودند، سنگها و تیرهای کمان را با دست راست و چپ می انداختند. از برادران شاول از بنیامین بودند. سردارشان اهیعازر بود و بعد از او یوآش پسران حشمای جبعاتی و یزیئیل و فالت پسران ازمفت و براکا و یهوی انتوتی و اشمعیای جبعانی که پهلوان سزاوار آن 30 نفر بود و از آن 30 نفر برتری داشت، و ارمیا و یحزیئیل و یوحانان و یوزاباد جدیراتی، العزی و یریموت و بعلیا و شمریاهو و شفدیاهوی حروفی، القانا و یشیاهو و ازرعیل و یوآزر و یاشابعام که از قورهیان بودند، و ییلا و زبدیا که پسران یروهام از جدور بودند، و از جادیان پهلوانان جسور سربازان جنگ آزموده که با سپر و نیزه مسلح بودند به طرف داوود به استحکامات بیابان گذشتند. رویهاشان مثل روی شیر بود و مثل غزالان کوهی تیزرو بودند. ایزر سردارشان بود، عبدیا دویم، الیآب سیم، میشمنا چهارم، ارمیا پنجم، عتی ششم، علیئیل هفتم، یوحانان هشتم، الزاباد نهم، ارمیاهو دهم، مکبنه 11.
اینها از بنی جاد سرداران لشکر بودند که خردترشان برابر 100 نفر و کلانترشان برابر 1000 نفر بود. همینها بودند که در ماه یکم از اردن عبور کردند وقتی که آبهایش دمیده از ساحلهایش برآمده بود و تمام اهالی وادیها را به طرف شرق و غرب گریزانیدند. و از بنی بنیامین و یهودا به آن استحکامات نزد داوود آمدند و داوود به استقبال آنها بیرون آمد و به آنها سخن رانده گفت: اگر با صلح و آسایشتگی نزد من آمده باشید تا که به من مدد رسانید، دل من با شما یک خواهد بود. ولی اگر برای آن آمده باشید که مرا فریب داده به دشمنانم بسپارید، در صورتی که هیچ ستمی در دست من نیست، پس بگذار خدای پدران ما این را ببیند و داوری نماید. و روح اماسای را که سردار فرماندهان بود فرا گرفته او گفت: از آن تو هستیم ای داوود و با تو خواهیم بود ای پسر یسای. سلامتی سلامتی بر تو باد و سلامتی بر یاوران تو باد، زیرا که خدای تو مددگار توست. و داوود آنها را قبول کرده در میان سرداران فوج خود گذاشت. و بعضی از سبط منشه به داوود همراه شدند وقتی که او با فلیشتیان و مقابل شاول به جنگ می رفت، ولی با آنها مدد نرسانیدند، زیرا که میران فلیشتیان بعد مشورت نمودن او را فرستاده گفتند: وی با کله های ما به آقای خود شاول همراه خواهد شد. وقتی که او به سیقلاج می رفت، اینها از منشه به او همراه شدند: ادنه و یوزاباد و یدیعیل و میکائیل و یوزاباد و الیهو و سیلتای که میر هزاران منشه بودند. و آنها به داوود به مقابل فوج دشمنان مدد رسانیدند، زیرا که همه اشان جنگاوران دلیر بودند و سروران لشکر گردیدند. همین طور روز به روز مردم نزد داوود می آمدند تا که به او مدد رسانند، تا به درجه که اردوگاه او مثل اردوگاه خدا بزرگ شد. و این از شماره سرداران پیش آهنگ لشکر که نزد داوود به هبرون آمدند تا که سلطنت را بر طبق امر خداوند از شاول به او بگذرانند. بنی یهودا که سپر و نیزه داشتند 6800 نفر پیش آهنگان لشکر. از بنی شمعون که جنگاوران دلیر لشکر بودند 7100 نفر. از بنی لوی 4600 نفر. و یهویادا که رئیس خاندان هارون بود و با او 3700 نفر. و صادوق که جوانی جنگاوری دلیر بود و خاندان پدرش 22 نفر سرداران. و از بنی بنیامین برادران شاول 3000 نفر، ولی تا آن وقت بسیاری از آنها خدمت خاندان شاول را به جا می آوردند. و از بنی افرایم 20800 نفر که جنگاوران دلیر و در خاندان پدران خود نامدار بودند. و از نصف خاندان منشه 18000 نفر که نام به نام خوانده شدند تا که رفته داوود را پادشاه سازند. و از بنی اساکار کسانی که از گردش روزگار آگاه بوده می دانستند که اسرائیل چی کارها باید بکند. سردارانشان 200 نفر بودند و همه برادرانشان موافق فرمان آنها عمل می کردند. از زبولون 50000 نفر مردانی که می توانستند با لشکر بیرون آیند به واسطه هر نوع کالای حربی جنگ کنند و یک دیلانه مدد رسانند. و از نفتالی 1000 نفر سرداران و با آنها 37000 نفر با سپر و نیزه. و از دان 28600 نفر جنگاوران. و از آشیر 40000 نفر جنگاوران که می توانستند با لشکر بیرون آیند. و از آن طرف اردن از ریوبین و جاد و نصف سبط منشه 120000 نفر که می توانستند به واسطه هر نوع کالای حربی جنگ کنند. همه این مردان جنگی که می توانستند برای جنگ سرداری کنند با دل کامل به هبرون آمدند تا که داوود را بر تمام اسرائیل پادشاه سازند. و تمام بقیه اسرائیل نیز یک دلانه خواهان آن بودند که داوود را پادشاه سازند. و در آنجا 3 روز با داوود بوده خوردند و نوشیدند، زیرا که برادرانشان برای آنها مهیا کرده بودند. و کسانی نیز که با آنها نزدیک بودند تا حد ایساکار، زبولون و نفتالی
برخران و شتران و خچیران و برزگاوان، نان و خوراکواری، آرد، قرص‌های انجیرقاق و مویز و شراب و روغن و گاوان و گوسفندان و فراوانی آوردند، زیرا که در اسرائیل شادمانی بود. کتاب یکم وقایع نامه باب 13. ابتدای نیک، انجام بد. و داوود با میری هزارها و میری صدها با همه رئیسان مشورت کرد. و داوود به تمام جماعت اسرائیل گفت: اگر شما صلاح بینید و اگر این از جانب خداوند خدای ما باشد، به هر طرف نزد برادران خود که در همه زمینهای اسرائیل باقی ماندند و با آنها به کاهنان و لیویزادگانی که در شهرهای خود و حوالی آنها می باشند بفرستیم تا که آنها نزد ما جمع شوند. و صندوق خدای ما را نزد خود بکوچانیم، زیرا که در ایام شاول ما به آن مراجعت نکرده ایم. و تمام جماعت گفتند که چنین بکنیم، زیرا که این کار به نظر تمام قوم پسند آمد. و داوود تمام اسرائیل را از شیهور مصر تا درآمدگاه حمات جمع کرد تا که صندوق خدا را از قریت یعریم بیارند. و داوود و تمام اسرائیل به بعلا، یعنی به قریت یعریم که در یهودا می باشد، برآمدند تا که صندوق خداوند خدا را که او بر کروبیان نشسته است و اسم او بر آن خوانده می شود، از آنجا بیارند. و صندوق خدا را بر عرابه نو گذاشته از خانه ابیناداب برآوردند و اوزا و احیو عرابه را می راندند. و داوود و تمام اسرائیل با سرود و باربد و عود و دف و سنج و کرنی و حضور خداوند با تمام قوت بازی می کردند. صندوق را در خانه عبید ادوم ماندند. و هنگامی که به خرمنگاه کیدون رسیدند، اوزا دستش را به صندوق دراز کرده آن را نگاه داشت، زیرا که گاوان آن را یک طرفه گردانیده مائل به افتادن کرده بودند. و خشم خداوند بر اوزا علنگه زده او را برای آنکه دستش را به صندوق دراز کرده بود ضربه زد و او در آنجا به حضور خدا مرد. و داوود غمگین شد که خداوند اوزا را ضربه زد و آن مکان تا امروز فارس اوزا نامیده می شود. و داوود در آن روز از خداوند ترسیده گفت: صندوق خدا را نزد خود چگونه بیارم؟ و داوود صندوق را نزد خود به شهر داوود نبرد و آن را به خانه عبید ادوم جدی روانه کرد. و صندوق خدا با خاندان عبید ادوم در خانه وی 3 ماه ماند و خداوند خاندان عبید ادوم و تمام دارایی و را برکت داد. کتاب یکم وقایع نامه باب 14. اقتدار و ثروت پادشاه داوود. و هیرام پادشاه سور نزد داوود قاصدان و درختان ارز و سنگتراشان و نجاران را فرستاد تا که برای او خانه بنا کنند. و داوود درک نمود که خداوند او را به پادشاهی بر اسرائیل استوار گردانیده است و سلطنت او را به خاطر قوم خود اسرائیل بلند برداشته است. و داوود باز در یروشلیم زنان گرفت و داوود باز پسران و دختران به دنیا آورد. و این است نام آنهایی که در یروشلیم برای او تولد یافتند: شموع و شوباب و ناتان و سلیمان و یبهار و الیشوع و الفالت و نوجه و نافج و یافیه و الیشاما و ابلیادا و الیفالت. و چون فلیشتیان شنیدند که داوود را به پادشاهی بر اسرائیل تدهین نمودند، همه فلیشتیان برآمدند تا که داوود را بجویند. و داوود این را شنیده پیش آنها بیرون آمد. و فلیشتیان آمده در وادی رفایم جایگیر شدند. و داوود از خدا پرسان کرده گفت: آیا به مقابل فلیشتیان برایم؟ و آیا آنها را به دست من خواهی سپرد؟ و خداوند به او گفت: برآ و آنها را به دستت خواهم سپرد. و آنها به بعل فراسیم برآمدند و در آنجا داوود به آنها شکست رسانید. و داوود گفت: خدا دشمنانم را با دست من محو نمود، چنان که سیلاب محو می نماید. بنابراین نام آن مکان
بعل فراسیم خوانده شده است. و خدایان خود را در آنجا پرتافته رفتند و داوود امر فرمود و آنها به آتش سوزانیده شدند. و بار دیگر فلیشتیان در آن وادی جایگیر شدند. و داوود باز از خدا پرسان کرد و خدا به او گفت: از پیششان نبرو، بلکه از عقبشان دور زده از جانب درختان توت به آنها نزدیک شو. و همین که عکسی صدای قدم ها را از سر درختان توت بشنوی، در حال به جنگ برو، زیرا که آن وقت خدا پیشا پیش تو بیرون خواهد آمد تا که به اردوی فلیشتیان شکست رساند. و داوود آنچنان که خدا به او امر فرمود عمل نمود و به اردوی فلیشتیان از جبعون تا جاز را شکست رسانیدند. و نام داوود در همه کشورها شهرت یافت و خداوند ترس او را بر همه خلقها پهن کرد. کتاب یکم وقایع نامه باب 15. داوود درباره کوچانیدن صندوق فرمان می‌دهد. و او برای خود خانه‌ها در شهر داوود ساخت و برای صندوق خدا مکان تیار کرد و خیمه برای آن برپا نمود. آنگاه داوود گفت که غیر از لیوی زادگان کسی صندوق خدا را نبردارد، زیرا خداوند آنها را برگزیده است تا که صندوق خدا را بردارند و خدمت آن را به صورت ابدی به جا آورند. و داوود تمام اسرائیل را در یروشلیم جمع کرد تا که صندوق خداوند را و مکانی که برای آن تیار کرده بود برآورند. و داوود پسران هارون و لیوی زادگان را جمع کرد. از بنی قهات اوریئیل سردار و 120 نفر برادرانش را. از بنی مراری عصایای سردار و 220 نفر برادرانش را. از بنی جرشون یوئیل سردار و 130 نفر برادرانش را. از بنی الیصافان شمعیای سردار و 200 نفر برادرانش را. از بنی هبرون علیئیل سردار و 80 نفر برادرانش را. از بنی اوزیئیل امیناداب سردار و 112 نفر برادرانش را. و داوود کاهنان صادوق و ابیاتار و لیوی زادگان اوریئیل، عصایا و یوئیل، شمعیا و علیئیل و امیناداب را دعوت نموده با آنها گفت: شما سرداران خانواده های لیوی زادگان هستید، پس شما و برادران شما خود را تقدیس نمایید و صندوق خداوند خدای اسرائیل را به مکانی که برایش تیار کردم برداشته بیارید. زیرا از بس که بار اول شما آن را نبرداشتید، خداوند خدای ما را ضربه زد، چون که آن را بر طبق قانون طالب نشده ایم. و کاهنان و لیوی زادگان خود را تقدیس کردند تا که صندوق خداوند خدای اسرائیل را برداشته بیارند. و پسران لیوی زادگان آنچنان که موسی بر طبق کلام خداوند امر فرموده بود دستک های صندوق خدا را بر کتف های خود گذاشته آن را برداشتند. و داوود به سرداران لیوی زادگان امر فرمود که برادران مغنی خود را با اسباب موسیقی، با عودها و باربطها و سنجها تعیین نمایند تا که آنها با آواز بلند سرود خوانده مردم را به وجد آورند. و لیوی زادگان هیمان ابن یوئیل و از برادران وی آصاف ابن بارکیاهو و از برادران آنها از بنی مراری ایتان ابن کوشایاهو را تعیین کردند. و با آنها برادران درجه دویم آنها زکریاهو و بین و یعزائیل و شمیراموت و یحییل و اونی و الیآب و بنایاهو و معسیاهو و متیتیاهو و الیفلیهو و مقنیاهو و عبید ادوم و یعیل را که دربان بودند. و مغنیان هیمان و آصاف و ایتان را با سنجهای میسین تا که بزنند. و زکریا و عزیئیل و شمیراموت و یحییل و اونی و الیآب و معسیاهو و بنایاهو را با عودها بر ساز علاموت. و متیتیاهو و الیفلیهو و مقنیاهو و عبید ادوم و یعیل و عزازیاهو را با بربطها بر ساز هشتار تا که یک نوازی کنند. و کنانیاهو سردار لیوی زادگان
در سرودگویی بود و به مغنیان راهبری میکرد چون که در این کار مهارت داشت. و بارکیا و القانا دربانان نزد صندوق بودند. و شبنیاهو و یوشافات و نتنئیل و اماسی و زکریاهو و بنایاهو و الیعازر که کاهن بودند پیش صندوق خدا کرنه می نواختند. و عبید ادوم و یحیی دربانان نزد صندوق بودند. صندوق به شهر داوود آورده شد. و داوود و پیران اسرائیل و میر هزاران رفتند تا که صندوق عهد خداوند را از خانه عبید ادوم با شادمانی برداشته بیارند. و چون خدا به لیوی زادگان بردارنده صندوق عهد خداوند مددگار شد، 7 نرگا و 7 قشقا را قربانی کردند. و داوود لباس از کتان نازک پوشیده بود و همچنین همه لیوی زادگان بردارنده صندوق و مغنیان و کنانیا که به سرودگویی مغنیان سرداری میکرد. و داوود ایفود کتان در بر داشت. و تمام اسرائیل صندوق عهد خداوند را با نداهای شادی و صداهای شاخ، کرنه و سنجها برداشته می بردند و عود و بربط می نواختند. و هنگامی که صندوق عهد خداوند به شهر داوود داخل می شد، میکال بنت شاول از تیریزه نگاه کرده پادشاه داوود را دید که رقص و بازی می کند، در دل خود از او نفرت نمود. کتاب یکم وقایع نامه باب 16 عبادتی با تنتنه. داوود مطربان را پیش صندوق تعیین می کند. و صندوق خدا را آورده آن را اندرون خیمه که داوود برای آن برپا کرده بود گذاشتند و قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی به حضور خدا تقدیم کردند. و داوود تقدیم کردن قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی را به انجام رسانیده، قوم را به اسم خداوند برکت داد. و به تمام مردم اسرائیل از مرد تا زن به هر کس 1 تا نان، 1 پارچه گوشت و 1 کلچه مویزی تقسیم کرده داد. و بعضی از لیوی زادگان را پیش صندوق خداوند برای خدمتگزاری تعیین کرد تا که خداوند خدای اسرائیل را ذکر نمایند و حمد گویند و مدح کنند. آساف سردار و بعد از او دویمین زکریا و یعیل و شمیراموت و یحییل و متیتیا و الیاب و بنایاهو و عبید ادوم و یعیل با اسباب عود و بربطها و آساف برای نواختن سنجها. و کاهنان بنایاهو و یحزیئیل که دائما پیش صندوق عهد خداوند کرنه می نواختند. ترانه شکرانه داوود. در همان روز داوود بار اول به آساف و برادرانش امر فرمود که خداوند را حمد گویند. خداوند را حمد گویید، اسم او را بخوانید، کارهای او را در میان قومها شهرت دهید. در شأن او سرود گویید، در شأن او بنوازید، همه کارهای عجایب او را حکایت کنید. با اسم مقدس او فخر نمایید، بگذار دل طالبان خداوند شاد گردد. خداوند و قدرت او را طالب باشید، روی او را همیشه بجویید. کارهای عجایب را که او کرده است به یاد آورید، معجزات او و داوری های دهان او را. ای نسل بنده او اسرائیل، ای پسران یعقوب برگزیده او خداوند خدای ماست، داوری های او بر تمام زمین است. عهد او را تا ابد به یاد آورید، کلام را که او برای 1000 نسل امر فرمود. آن عهد را که با ابراهیم بست و آن قسم را که برای اسحاق یاد کرد و آن را برای یعقوب قانون گردانید، برای اسرائیل عهد جاودانی، یعنی گفت زمین کنعان را به تو خواهم داد تا که حصه میراث شما گردد. در صورتی که شما مردمی کم شمار بودید و مقداری کمی در آنجا غریب بودید و آنها از خلق به خلق آواره شده می گشتند و از یک مملکت به قوم دیگر. اما او نگذاشت که کسی آنها را به تنگ آورد و پادشاهان را از برای آنها جزا داد. و مسیحان من دست نرسانید و به انبیای من بدی نکنید. در شأن خداوند سرود گویید ای تمام اهل زمین.
نجات او را روز به روز بشارت دهید. جلال او را در میان خلقها بیان نمایید و کارهای عجایب او را در میان همه قومها. زیرا که خداوند بزرگ است و بی نهایت ممدوح و او سهمگین است بر همه خدایان. زیرا که همه خدایان قومها بت‌هایند، ولی خداوند آسمان را آفریده است. شکوه و شفقت به حضور اوست، قوت و شادمانی در مکان اوست. خداوند را وصف گوید ای قبیله های قوم ها، در شأن خداوند وصف جلال و قوت را گوید. در شأن خداوند وصف جلال اسم او را گوید. هدیه بیارید و به حضور او بیایید و خداوند در شفقت قدسیت سجده برید. پیش او بلرزید ای تمام اهل زمین. دنیا نیز استوار شده است، فرو نخواهد غلطید. بگذار آسمان خرسندی کند و زمین به وجد آید و خلقها گویند خداوند پادشاهی میکند. بگذار بحر و هر چی در آن است خروش بردارد، صحرا و هر چی در آن است شاد گردد. آنگاه درختان جنگل به حضور خداوند ترنم خواهند کرد، زیرا که او می آید تا که زمین را داوری نماید. خداوند را حمد گوید زیرا که نیکوست، زیرا که احسان او تا ابد است. و بگوید ما را نجات ده ای خدای نجات ما، و ما را جمع نما و ما را از میان خلقها رهایی بده، تا که اسم قدوس تو را حمد گویم، از جلال تو فخر نمایم. مبارک است خداوند خدای اسرائیل از ازل تا ابد. و تمام قوم گفتند آمین و خداوند را مدح کردند. و او در آنجا پیش صندوق عهد خداوند آصاف و برادرانش را گذاشت، تا که پیش صندوق همیشه با کار هر روزه مشغول باشند. و عبید ادوم و برادرانش را که 68 نفر بودند و عبید ادوم ابن یدوتون و حوسارا به وظیفه دربانان و صادق کاهن و برادران کاهنش را پیش مسکن خداوند بر بلندی که در جبعون بود، تا که بر قربانگاه قربانی سوختنی برای خداوند همیشه هر صبح و هر شام قربانی های سوختنی تقدیم کنند، بر طبق هر آنچه در تورات خداوند که آن را به اسرائیل امر فرموده است نوشته شده است. و با آنها هیمان و یدوتون و دیگر برگزیدگان را که نامبر شدند، تا که خداوند را حمد گویند، زیرا که احسان او تا ابد است. و با آنها هیمان و یدوتون را با کرنیها و سنجها، تا که نوازندگان اسباب موسیقی در خدمت خدا باشند، و پسران یدوتون را تا که دروازه را پاسبانی نمایند. و تمام قوم هر یک به خانه خود رفتند و داوود برگشت تا که اهل بیت خود را برکت دهد. کتاب یکم وقایع نامه باب 17. داوود به ساختن معبد تیاری می بیند. و هنگامی که داوود در خانه خود می نشست، داوود به ناتان نبی گفت اینک من در خانه ارضی ساکن هستم، ولی صندوق عهد خدا زیر چادر می باشد. و ناتان به داوود گفت هر آنچه در دلت باشد به عمل آور، زیرا که خدا با توست. ولی در همان شب کلام خدا بر ناتان نازل شده گفت رفته به بنده من داوود بگوی خداوند چنین میگوید تو خانه برای سکونت من بنا نخواهی کرد، زیرا من از روزی که اسرائیل را بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشدم، بلکه از خیمه به خیمه و از مسکن به مسکن گردش کردم. در هر جایی که با تمام اسرائیل گردش کردم، آیا به یگان داور اسرائیل که چرانیدن قوم خود را و وی امر فرموده بودم سخن به زبان رانده گفتم؟ چرا برای من خانه ارضی بنا نکردید؟ وحی خداوند به داوود. و الحال به بنده من داوود چنین بگوی خداوند لشکرها چنین میگوید من تو را از چراگاه از عقیب گوسفندان گرفتم تا که بر قوم من اسرائیل رئیس باشی. و به هر جایی که می رفتی با تو بودم و همه دشمنانت را از پیش تو محو نمودم و برای تو نام مثل نام بزرگانی که بر زمین هستند به وجود آوردم. و برای قوم خود اسرائیل مکان مقرر نمودم و آنها را شناندم تا که در آن ساکن گردیده
دیگر بی‌ضابطه نشوند و بدکاران دیگر آنها را نابود نکنند، مثل آن که در زمان پیش بود و مثل ایامی که داوران را بر قوم خود اسرائیل تعیین کرده بودم و من همه دشمنانت را مغلوب نمودم و من به تو خبر میدیم که خداوند خانه برای تو بنا خواهد کرد و هنگامی که روزهای تو انجام یافته تو نزد پدران خود بروی، من نسل تو را که از پسران تو خواهد بود بعد از تو پایدار گردانیده سلطنتی ورا مستحکم خواهم نمود. وی برای من خانه بنا خواهد کرد و من تخت ورا تا ابد پایدار خواهم گردانید. من برای وی پدر خواهم بود و وی برای من پسر خواهد بود و من مرحمت خود را از وی دور نخواهم کرد، چنان که آن را از کسی که پیش از تو بود دور کردم. و من ورا در خانه خود و در سلطنت خود تا ابد خواهم برگماشت و تخت وی تا ابد پایدار خواهد بود. همه این سخنان و تمام این رؤیا را ناتان به داوود حکایت کرد. دعای پادشاه داوود. و پادشاه داوود آمده به حضور خداوند نشست و گفت: ای خداوند خدا، من کیستم و خاندان من چیست که مرا به این مرتبه رسانیده ای؟ و این در نظرت ای خدا کم نموده است و تو درباره آینده دور خاندان بندت سخن رانده ای و به من چون به آدمی بلند مرتبه نظر کرده ای خداوند خدا. و داوود دیگر به تو درباره سرافرازی بنده تو چی میتواند بگوید؟ تو آخر بنده خود را میشناسی. خداوندا، تو به خاطر بنده خود و بر طبق دل خود تمام این بزرگی را به عمل آورده ای تا که همه بزرگی ها را ظاهر نمایی. خداوندا، در هر آنچه ما با گوشهای خود شنیدیم چیزی مانند تو نیست و جز از تو خدای نیست. و کیست که مثل قوم تو اسرائیل باشد که آنها بر روی زمین خلق یگانه هستند که نزدشان خدا آمده است تا که آنها را فدیه داده گرفته برای خود قوم گرداند، تا که تو با کارهای بزرگ و سهمگین برای خود اسم پیدا کنی و خلقها را از پیش قوم خود که از مصر فدیه داده گرفته ای بدر بیرانی و قوم خود اسرائیل را برای خود تا ابد قوم گرداندی و تو ای خداوند خدای آنها شدی. و الحال ای خداوند، بگذار کلامی که تو درباره بنده خود و خاندان وی به زبان رانده ای تا ابد پایدار باشد و آنچه گفته به جا آور. و اسم تو تا ابد پایدار و معظم باشد تا بگویند: خداوند لشکرها خدای اسرائیل خدا بر اسرائیل است. و بگذار خاندان بنده داوود به حضور تو پایدار باشد. از بس که تو ای خدا گوش رسی بنده خود نموده ای که خانه برایش بنا خواهی کرد، بنابراین بنده جرأت پیدا کرد که نزد تو دعا گوید. و الحال ای خداوند تو خدا هستی و تو درباره بنده خود این نیکی را به زبان رانده ای. و الحال تو توجه نموده ای که خاندان بنده‌ات را برکت دهی تا که آن تا ابد در حضور تو باشد، زیرا که تو ای خداوند آن را برکت داده ای و آن تا ابد مبارک خواهد بود. کتاب یکم وقایع نامه باب 18. مستحکم شدن سلطنت داوود. و بعد از این داوود به فلیشتیان ضربه رسانیده آنها را مغلوب کرد و جد و قصبه هایش را از دست فلیشتیان گرفت و به موآب شکست رسانید و موآبیان بندگان خراجگزار داوود گردیدند. و داوود به هدد آزر پادشاه سوبا وقتی که وی می رفت تا حکمرانی خود را نزد نهر فرات استوار گرداند، در حمات شکست رسانید. و داوود 1000 عرابه و 7000 سواره و 20000 پیاده از وی گرفت و داوود همه اسپان عرابه ها را پی کرد، ولی از آنها برای 100 عرابه نگاه داشت. و ارمیان دمشق به مدد هدد آزر پادشاه سوبا آمدند و داوود از ارمیان 22000 نفر را کشت. و داوود در ارم دمشق والیان را گذاشت و ارمیان بندگان خراجگزار داوود گردیدند. و خداوند داوود را به هر جایی که وی می رفت یاوری می نمود.
و داوود سپرهای طلا را که بر نوکران هدد آزر بود گرفته به یروشلیم آورد و از تبحد و کون که شهرهای هدد آزر بود داوود میسی بغایت زیاده گرفت که از آن سلیمان حفظ میسین و ستونها و کالای میسین ساخت. و تو پادشاه حمات شنید که داوود تمام لشکر هدد آزر پادشاه سوبا را مغلوب کرده است و پسر خود هدورام را نزد پادشاه داوود فرستاد تا که به او سلام رساند و او را مبارکباد گوید به مناسبت آن که با هدد آزر جنگ کرده و را مغلوب نموده است، زیرا که هدد آزر به مقابل تو بسیار می جنگید با هر نوع ظرفهای طلا و نقره و میس. و پادشاه داوود آنها را نیز برای خداوند وقف نمود با یک جایگی نقره و طلایی که از همه خلقها از ادوم و موآب و بنی عمون و فلیشتیان و عمالق گرفته بود. و ابشی ابن سرویا از ادومیان در وادی نمک 18,000 نفر را کشت و در ادوم والیان را گذاشت و همه ادومیان بندگان داوود گردیدند و خداوند داوود را به هر جایی که وی می رفت یاوری می نمود. و داوود بر تمام اسرائیل پادشاهی می کرد و بر تمام قوم خود داوری و انصاف را به عمل می آورد. و یوآب ابن سرویا سرلشکر بود و یهوشافاط ابن اهیلود و قائه نویس و صادق ابن اهیتوب و ابیملک ابن ابیاتار کاهن بودند و شفشا کاتب بود و بنایاهو ابن یهویادا بر کریتیان و فلیتیان گماشته بود و پسران داوود نزد پادشاه صدرنشین بودند. کتاب یکم وقایع نامه باب 19. جنگ بر ضد بنی عمون با سرداری یوآب. و بعد از آن چنین واقع شد که ناهاش پادشاه بنی عمون مرد و پسرش به جای وی پادشاه شد. و داوود گفت به هانون ابن ناهاش احسان خواهم نمود چون که پدری وی به من احسان کرده بود. و داوود قاصدان فرستاد تا که به وی درباره پدرش تعزیه بیان نمایند. و نوکران داوود به زمین بنی عمون نزد هانون آمدند تا که به وی تعزیه بیان نمایند. ولی سروران بنی عمون به هانون گفتند آیا به گمان تو داوود پدرت را احترام نمود که بیان کنندگان تعزیه را نزد تو فرستاده است؟ نوکران وی آخر نزد تو برای آن آمدند که مملکت را تفتیش و تحقیق و جاسوسی کنند. و هانون بندگان داوود را گرفته ریششان را تراشید و لباسشان را تا نصفش یعنی از پایان تا سورینشان بریده پرتافت و آنها را فرستاد. و رفته درباره این آدمان به داوود خبر دادند و او به پیشواز آنها فرستاد، زیرا که این آدمان بغایت خجل بودند. و پادشاه گفت در یریحو بمانید تا وقتی که ریشهاتان کلان شود و بعد از آن خواهید برگشت. و بنی عمون دیدند که در نظر داوود نفرت انگیز گردیدند و هانون و بنی عمون 1000 کیکر نقره فرستادند تا که از ارمیان نهرین و از ارمیان معکا و از سوبا برای خود عرابه ها و سواران کیرا کنند. و 32,000 عرابه و پادشاه معکا را با قومش برای خود کیرا کردند و آنها آمده نزد میدبا اردو زدند. و بنی عمون از شهرهای خود جمع شده برای جنگ آمدند. و داوود این را شنیده یوآب و تمام لشکر دلیران را فرستاد. و بنی عمون بیرون آمده نزد دروازه شهر برای جنگ صف کشیدند و پادشاهانی که آمده بودند در صحرا علاهیده موقع گرفتند. و یوآب دید که به مقابل او هم از پیش و هم از عقب برای جنگ آماده شدند و او از همه گزینان اسرائیل فوج انتخاب نموده بر ضد ارمیان صف کشید. و بقیه قوم را به دست برادرش ابشی سپرد تا که بر ضد بنی عمون صف کشند. و گفت اگر ارمیان از من زور برآیند و مدد من بیا و اگر بنی عمون از تو زور برآیند من به مدد تو خواهم آمد. دلیر باش و ما برای قوم خود و برای شهرهای خدای خود دلیرانه خواهیم جنگید
و خداوند آنچه را که در نظرش پسند آید به عمل خواهد آورد. و یوآب با قومی که همراه او بودند و جنگ ضد ارمیان شروع کرد و آنها از پیش او رو به گریز آوردند. و بنی عمون دیدند که ارمیان رو به گریز آوردند، آنها نیز از پیش ابشای گریخته به شهر داخل شدند و یوآب به یروشلیم آمد. و چون ارمیان دیدند که پیش اسرائیل مغلوب گردیدند، قاصدان فرستاده ارمیانی را که در آن طرف نهر بودند بیرون آوردند و شوفک سرلشکری هددآزر پیشا پیش آنها می رفت. داوود به لشکر سرداری می کند. و به داوود خبری این رسید و او تمام اسرائیل را جمع کرد و از اردن عبور نموده نزد آنها آمد و به مقابل آنها صف کشید. و داوود بر ضد ارمیان به جنگ شروع نمود و آنها با او جنگ کردند. و ارمیان از پیش اسرائیل رو به گریز آوردند و داوود 7,000 سرباز عرابه‌گرد و 40,000 پیاده را از ارمیان کشت و شوفک سرلشکر را به قتل رسانید. و چون نوکران هددآزر دیدند که پیش اسرائیل مغلوب گردیدند، با داوود صلح بسته به او تابع شدند. و ارمیان من بعد نخواستند که بنی عمون را دستگیری کنند. کتاب یکم وقایع نامه باب 20. داوود و یوآب ربه را ضبط می نمایند. و بعد از انتهای سال یعنی بهاران وقتی که پادشاهان بیرون می روند تا که بجنگند، چون این واقع شد که یوآب قوت لشکر را به کار برده کشور بنی عمون را تارومار ساخت و آمده ربه را محاصره کرد، ولی داوود در یروشلیم بود و یوآب ربه را ضبط نمود و آن را ولنگار کرد. و داوود تاج پادشاه آنها را از سر وی گرفت که وزنش 1 کیکر بود و سنگ گرانبهای داشت و آن را به سر داوود گذاشتند و او غنیمت بغایت زیاد از شهر بیرون آورد. و قومی را که در آن بودند بیرون آورد و آنها را به کارهای مجبوری با اره ها و غلکوبک های آهنین و تبرزین ها برگماشت و با همه شهرهای بنی عمون چنین عمل کرد. و داوود و تمام قوم به یروشلیم برگشتند. جنگ با فلیشتیان. و بعد از آن جنگ با فلیشتیان در جازر روی داد. آن وقت سیبکه خوشاتی سیفه را که از اولاد رفایم بود کشت و آنها به سر اطاعت آمدند. و باز جنگ با فلیشتیان روی داد و الحانان ابن یائیر لحمی را که برادر جالیات جتی بود و دسته نیزه‌اش مثل نورد مالبافان بود کشت. و باز جنگ در جت روی داد و مردی بزرگجوسه بود که دست و پاهایش هر یک 6 انگشت داشت، جمع 24 تا، و این نیز از اولاد رافا بود. و هنگامی که وی اسرائیل را دشنام می‌داد، یوناتان ابن شمعا برادر داوود و را کشت. اینها برای رافا در جت زاییده شده بودند و از دست داوود و نوکرانش فرو غلطیدند. کتاب یکم وقایع نامه باب 21. سرشماری قوم به خدا پسند نآمد. و شیطان بر اسرائیل قیام نموده داوود را اغوا داد که اهل اسرائیل را در شمار آورد. و داوود به یوآب و سروران قوم گفت: رفته اهل اسرائیل را از بیرشابه تا دان سرشماری نماید و به من معلوم کنید تا که شماره آنها را بدانم. یوآب به سرشماری ایراد می گیرد. و یوآب گفت: بگذار خداوند شماره قوم خود را از آن قدر که هست 100 برابر زیاد کند. ای آقایم پادشاه، آیا همه آنها نوکران آقایم نیستند؟ پس چرا این کار را خواهان است و چرا این سبب گناه اسرائیل بشود؟ ولی سخن پادشاه بر یوآب غالب آمد و یوآب بیرون رفته در تمام اسرائیل گردش کرد و به یروشلیم آمد. و یوآب روی خط سرشماری قوم را به داوود پیشنهاد کرد و از تمام اسرائیل 1000 کرد 1000 و 100,000 نفر مردان شمشیرزن و از یهودا 470,000 نفر مردان شمشیرزن بودند. ولی او لیویزادگان و بنیامینیان را اندرون آنها در شمار نآورد، زیرا که سخن پادشاه برای یوآب
نفرت انگیز بود و این کار در نظر خدا بد بود و او اسرائیل را ضربه زد. و داوود به خدا گفت: با این کاری که کردم بغایت گناهکار شدم و الحال از گناه بنده خود گذرایی نما، زیرا که بغایت بیعقلانه رفتار کردم. و خداوند به جاد که پیشبین داوود بود سخن رانده گفت: برو و به داوود سخن رانده بگوی خداوند چنین میگوید: من 3 چیز را به تو تکلیف میکنم، یکی از آنها را به خود انتخاب نما تا که بر تو به عمل آورم. و جاد نزد داوود آمد و به او گفت: خداوند چنین میگوید برای خود انتخاب نما. یا 3 سال قحطی روی دهد و یا 3 ماه از پیش دشمنانت بگریزی و شمشیر دشمنانت به تو برسد و یا شمشیر خداوند و وبا در زمین حکم فرما گردد و فرشته خداوند در تمام حدود اسرائیل به هلاکت برساند. و الحال ملاحظه نما که به فرستنده خود چی جواب گردانم. و داوود به جاد گفت: من در غایت تنگی هستم، بهتر است که به دست خداوند افتم، زیرا که مرحمت او بزرگ است، ولی به دست آدمی زاد نه افتم. و خداوند بر اسرائیل وبا فرستاد و از اسرائیلیان 70,000 نفر مردند. و خدا فرشته به یروشلیم فرستاد تا که آن را به هلاکت برساند. و هنگامی که وی می‌خواست به رسانیدن هلاکت شروع نماید، خداوند دیده از این آفت پشیمان شد و به فرشته هلاکت آور گفت: بسنده است اکنون دست خود را بازدار. و فرشته خداوند نزد خرمنگاه آرنان یبوسی ایستاده بود. و داوود چشمانش را بالا کرده فرشته خداوند را دید که در میان زمین و آسمان ایستاده است و شمشیر برهنه در دستش بر یروشلیم دراز کرده شده است. و داوود و پیرانی که پلاس در برداشتند بر روی خود افتادند. و داوود به خدا گفت: من آخر برای سرشماری قوم امر فرمودم و من همانم که گناه کردم و بدکاری نمودم، ولی این گوسفندان چی کردند؟ ای خداوند خدای من، بگذار دست تو بر من و بر خاندان پدرم باشد، ولی نه بر قوم تو برای نابود کردن وی. داوود خرمنگاه آرنان را می‌خرد. و فرشته خداوند به جاد گفت که وی به داوود بگوید که داوود برآمده در خرمنگاه آرنان یبوسی قربانگاه برای خداوند برپا نماید. و داوود بر طبق سخنان جاد که وی به اسم خداوند گفته بود برآمد. و آرنان رو گردانیده فرشته را دید و 4 پسرش که با او بودند پنهان شدند و آرنان گندم میکوفت. و داوود نزد آرنان آمد و آرنان نظر انداخته داوود را دید و از خرمنگاه بیرون آمده به داوود رو به زمین افتاده سجده برد. و داوود به آرنان گفت: جای خرمنگاه را به من بده تا که قربانگاه در آن برای خداوند برپا نمایم. آن را به قیمت پره به من بده تا که وبا از قوم دور شود. و آرنان به داوود گفت: آن را برای خود بگیر، بگذار آقایم پادشاه آنچه در نظرش پسند آید به عمل آورد. اینک من گاوها را برای قربانی سوختنی و اسباب غله‌کوبی را برای هیزم و گندم را برای هدیه آردی می دهم. همش را بخشش می کنم. ولی پادشاه داوود به آرنان گفت: نه، بلکه به قیمت پره خواهم خرید، زیرا آنچه را که از آن توست برای خداوند نخواهم گرفت و آنچه را که مفت باشد همچون قربانی سوختنی تقدیم نخواهم کرد. و داوود برای آن جای به وزن 600 سیقل به آرنان طلا داد. و در آنجا داوود قربانگاه برای خداوند بنا کرده قربانی سوختنی و قربانی سلامتی تقدیم نمود. و سوی خداوند خواند و او ورا اجابت نموده بر قربانگاه قربانی سوختنی آتش از آسمان فرستاد. و خداوند به فرشته امر فرمود و وی شمشیر خود را به غلافش برگردانید. در آن زمان چون داوود دید که خداوند او را در خرمنگاه آرنان یبوسی اجابت نمود، در آنجا قربانی میکرد. ولی مسکن خداوند که آن را موسی در بیابان ساخته بود و قربانگاه قربانی سوختنی در آن زمان بر بلندی جبعون بود
و داوود نمی توانست نزد آن برود تا که از خدا پرسان کند، چون که از شمشیر فرشته خداوند ترسیده بود. کتاب یکم وقایع نامه باب 22. داوود برای معبد مصالح تیار می کند. و داوود گفت: این از خانه خداوند خدا و این از قربانگاه قربانی سوختنی برای اسرائیل. و داوود امر فرمود که غریبان را که در زمین اسرائیل می باشند در یک جا جمع کنند و او سنگ تراشان را تعیین کرد تا که سنگ ها برای ساختن خانه خدا بتراشند. و داوود آهن زیادی برای میخها، برای طبقه های دروازه ها و برای عاشق معشوق ها تیار کرد و میس زیادی نیست که وزنش معلوم نبود. و درختان ارز که سان و شمار نداشت، زیرا که سیدونیان و سوریان درختان ارز برای داوود بسیار آورده بودند. و داوود گفت: پسرم سلیمان جوان و نازک است و خانه‌ای که برای خداوند بنا کردن لازم است باید بغایت عظیم، نامی و محتشم در نظر همه کشورها باشد. پس برای او من تیار میکنم. و داوود پیش از فوت خود مصالح زیاد تیار کرد. داوود به سلیمان دستورها آید به ساختن معبد می‌دهد. و پسرش سلیمان را خوانده به وی امر فرمود که خانه برای خداوند خدای اسرائیل بنا کند. و داوود به سلیمان گفت: ای پسرم، مراد دل من این بود که خانه به اسم خداوند خدای خود بنا کنم. ولی کلام خداوند بر من نازل شده گفت: تو خون زیاد ریخته ای و جنگ‌های عظیم کرده ای. تو نباید خانه به اسم من بنا کنی، زیرا که به حضور من خون بسیاری بر زمین ریخته ای. اینک پسر برای تو تولد خواهد یافت که وی مرد آسایشته خواهد بود و من به وی از همه دشمنان گرد و اطرافش آسایشتگی خواهم بخشید. زیرا که نام وی سلیمان خواهد بود و من در ایام وی به اسرائیل صلح و آسایشتگی خواهم بخشید. وی خانه به اسم من بنا خواهد کرد و وی برای من پسر خواهد بود و من برای وی پدر خواهم بود و تخت سلطنت وی را بر اسرائیل تا ابد پایدار خواهم گردانید. الحال ای پسرم، بگذار خداوند با تو باشد تا که کامیاب گردیده خانه خداوند خدای خود را بنا کنی، چنان که او درباره تو گفته است. و بگذار خداوند به تو عقل و فهم عطا فرماید و تو را بر اسرائیل تعیین کند تا که شریعت خداوند خدای خود را رعایت نمایی. آنگاه تو کامیاب خواهی شد و شرطی که فرایض و دستورهای را که خداوند به موسی درباره اسرائیل امر فرموده است رعایت نموده به عمل آوری. پس قوی و دلیر باش، نترس و هراسان نشو. و اینک من در عجز خود برای خانه خداوند 100,000 کیکر طلا و 1,000 کیکر نقره تیار کردم و آن قدر مس و آهن که وزنش معلوم نیست، چون که بسیار بود. و چوب و تخته و سنگ ها تیار کردم و تو بر آنها علاوه نما. و نزد تو کارگران بسیاری هستند، سنگ تراشان و خراتان سنگ و چوب و هر نوع هنرمندان در هر کاری طلا، نقره، مس و آهن سان و شمار ندارند. پس برخیز و عمل نما و خداوند با تو خواهد بود. داوود به سروران وصیت میکند که به سلیمان مدد رسانند. و داوود به همه سروران اسرائیل وصیت میکند که به پسر سلیمان مدد رسانند. خداوند خدای شما آخر با شماست و از هر جانب به شما آسایشتگی بخشیده است، زیرا که ساکنان این زمین را به دست من سپرده است و این زمین پیش خداوند و پیش قوم او تابع گردیده است. الحال دلها و جانهای خود را آماده نمایید تا که خداوند خدای خود را جویا باشید و برخواسته قدس خداوند خدا را بنا کنید، تا که صندوق عهد خداوند و کالای مقدس خدا را و خانه‌ای که به اسم خداوند بنا می‌یابد بکوچانید. کتاب یکم وقایع نامه باب 23. داوود پیش از فوتش سلیمان را وارث خود می‌گرداند. و داوود پیر و سال خورده شد و پسرش سلیمان را بر اسرائیل پادشاه کرد. دستورها به لیوی زادگان و به نسل جرشون.
و همه سروران اسرائیل و کاهنان و لیوی زادگان را جمع کرد. و لیوی زادگان از سن 30 ساله و بالاتر در شمار آورده شدند و شماره آنها بر حسب سرهای مردان 38,000 نفر بود. از آنها برای اداره کردن کارهای خانه خداوند 24,000 نفر و ناظران و داوران 6,000 نفر بودند. و 4,000 نفر دربانان و 4,000 نفر شخصانی بودند که خداوند را حمد و ثنا می گفتند با اسبابی که من برای حمد و ثنا ساختم. و آنها را داوود بر حسب پسران لیوی یعنی جرشون، قهات و براری به گروه ها تقسیم کرد. از جرشونیان لعدان و شمعی. پسران لعدان سردارشان یحییل و ثانی زیتام و یوئیل 3 نفر. پسران شمعی شلومیت و حزیئیل و هارون 3 نفر. اینها سرداران خانواده های لعدان بودند. و پسران شمعی یهد، زیزا و یعوش و بریعا. اینها 4 نفر پسران شمعی بودند. و یهد سردار بود و زیزا دویم و یعوش و بریعا پسران بسیار نداشتند و از این رو یک خانواده شمرده شدند. درباره نسل قهات. پسران قهات امرام، یسحار، هبرون و اوزیئیل 4 نفر. پسران امرام هارون و موسی و هارون جدا کرده شد تا که او و پسرانش برای خدمت مقدسترین به صورت ابدی تقدیس یابند، به حضور خداوند بخور بسوزانند، به او خدمت کنند و به اسم او تا ابد برکت دهند. و پسران موسی مرد خدا با نام سبط لیوی خوانده شدند. پسران موسی جرشون و الیعازر. پسران جرشون شبوئیل سردارشان بود. و پسران الیعازر رحبیا سردارشان بود. و الیعازر پسرانی دیگر نداشت، ولی پسران رحبیا بغایت بسیار بودند. پسران یسحار شلومیت سردارشان بود. پسران هبرون یریحو سردارشان بود. امریا دویم، یحزیئیل سیوم و یقمعام 4. پسران اوزیئیل میکا سردارشان بود و یشیا 2. درباره نسل مراری. پسران مراری مهلی و موشی. پسران مهلی العازر و قیش. و العازر مرد و او پسران نه بلکه دختران داشت و آنها را پسران قیش برادرهاشان به زنی گرفتند. پسران موشی مهلی و ایدر و یرموت 3 نفر. وظیفه های نوی لیوی زادگان. اینهایند پسران لیوی موافق خاندان های پدران آنها و سرداران خانواده ها، موافق سرشماری نام به نام آنها که از سن 20 ساله و بالاتر وظیفه های خدمت خانه خداوند را به جا می آوردند. زیرا که داوود گفت خداوند خدای اسرائیل و قوم خود آسایشتگی بخشیده است و او در یروشلیم تا ابد ساکن خواهد بود. و نیز لیوی زادگان را دیگر حاجت نیست که مسکن و تمام کالای خدمت آن را بردارند. از این رو بر طبق سخنان آخرین داوود، پسران لیوی از سن 20 ساله و بالاتر در شمار آورده شدند، زیرا که موقع آنها در پهلوی پسران هارون بود تا که خدمت خانه خداوند را به جا آورده، بر صحنها و بر حجره‌ها و بر تطهیر تمام قدس و بر اجرای هر خدمت خانه خدا متصدی باشند. و نیز بر نان تقدیم و بر آرد مهین برای هدیه آردی و بر چلپک‌های فطیری و بر هدیه‌های بریان و پخته و بر هر اندازه مایه و وزن. و هر صبح آماده شوند تا که خداوند را حمد گویند و ستایش نمایند و همچنین هر شام. و در هر وقتی تقدیم کردن قربانی های سوختنی برای خداوند در شنبه ها، نوماها و عیدها بر حسب شماره آنها، موافق دستور عاید به آنها دائما به حضور خداوند باشند. و نوبتداری خیمه جامع و نوبتداری قدس و نوبتداری برادرانشان بنی هارون را در خدمت خانه خداوند نگهبانی کنند.
کتاب یکم وقایع نامه باب 24. بنی هارون با قره به 24 نوبت تقسیم شدند. و این از تقسیمات بنی هارون، پسران هارون، ناداب و ابیهو، العازار و ایتامار. و ناداب و ابیهو پیش از پدر خود مردند و آنها پسری نداشتند و العازار و ایتامار کاهنی کردند. و داوود آنها را به یاری صادوق از بنی العازار و اهیملیک از بنی ایتامار و نوبت‌های آنها در خدمتشان تقسیم کرد. و در میان بنی العازار مردان سردار نظر به بنی ایتامار بیشتر یافت شدند، پس آنها را به طور زیرین تقسیم کردند. از بنی العازار 16 سرداری خانواده و از بنی ایتامار 8 سرداری خانواده. و آنها را به واسطه قرعه تقسیم کردند، یکی را با دیگری، زیرا که سروران قدس و سروران خانه خدا هم از بنی العازار بودند و هم از بنی ایتامار. و شمعیا ابن نتنئیل کاتب که از لیوی زادگان بود، نامهای آنها را به حضور پادشاه و سروران و صادق کاهن و اهیملیک ابن ابیاتار و سرداران خانواده های کاهنان و لیوی زادگان نوشت. یک خانواده از بنی العازار گرفته شد و ثانی از بنی ایتامار گرفته شد. و قرعه یکم برای یهویاریب برآمد، دوم برای یدعیا، سیوم برای حاریم، چهارم برای سوریم، پنجم برای ملکیا، ششم برای میامین، هفتم برای حقوس، هشتم برای ابیا، نهم برای یشوع، دهم برای شکنیاهو، یازدهم برای الیاشیب، دوازدهم برای یاقیم، سیزدهم برای حوفا، چهاردهم برای یشبآب، پانزدهم برای بلجا، شانزدهم برای ایمیر، هفدهم برای هیزیر، هجدهم برای حفیسیس، نوزدهم برای فتحیا، بیستم برای حزقیال، بیست یکم برای یاکین، بیست و دویم برای جامول، بیست سیوم برای دلیاهو، بیست و چهارم برای معزیاهو. همین است نوبت‌های آنها در خدمتشان برای داخل شدن به خانه خداوند بر طبق دستورالعملی که به واسطه پدرشان هارون به آنها داده شده است، چنان که خداوند خدای اسرائیل به وی امر فرموده بود. تقسیمات پسران دیگر لیوی. و درباره بقیه بنی لیوی، از پسران امرام شوبائیل، از پسران شوبائیل یهدیاهو، از رهبیاهو، از پسران رهبیاهو سردارشان یشیا، از یسحاریان شلوموت، از پسران شلوموت یحد، و از پسران هبرون یریاهو سردارشان امریاهو، دویم یحزیئیل، سیم یقمعام، چهارم پسران اوزیئیل میکا، از پسران میکا شامیر، برادر میکا یشیا، از پسران یشیا زکریاهو، پسران مراری محلی و موشی، پسران یعزیاهو بنو، پسران مراری از آن یعزیاهو بنو و شوهم و زکور و ایبری، از آن محلی العازار ولی وی پسر نداشت، از آن قیش پسران قیش یرحمئیل، و پسران موشی محلی و ایدر و یریموت. اینها پسران لیویزادگان بر حسب خانواده هاشان می باشند. و آنها نیز در برابر برادران خود بنی هارون به حضور پادشاه داوود و صادوق و اهیملیک و سرداران خانواده های کاهنان و لیویزادگان قرعه پرتافتند، سردار خانواده در برابر برادر خرده خود. کتاب یکم وقایع نامه باب 25. شماره مغنیان و وظیفه های آنها. و داوود و سرداران لشکر خدمت پسران آسا و هیمان و یدوتون را جدا کردند تا که با بربطها، عودها و سنجها سرودگویی کنند. و شماره آنها که در خدمت خود ماهر بودند این است:
از پسران آصاف زکور و یوسف و نتانیا و اسر الا. این پسران آصاف دست پرورد آصاف بودند که او با هدایت پادشاه سرودگویی میکرد. از یدوتون پسران یدوتون جدلیاهو، سری، یشعیاهو، حشبیاهو و میتیتیاهو 6 نفر که در تحت راهبری پدرشان یدوتون بربد نواخته در حمد و ستایش خداوند سرودگویی میکردند. از هیمان پسران هیمان بوقیاهو، متانیاهو، اوزیئیل، شبوئیل، یریموت، حنانیا، حنانی، الیاتا، جدلتی، راممتی، آزر، یاشبقاشا، ملوتی، هوتیر و محزوئوت. همه آنها پسران هیمان بودند که او پیشبین پادشاه در حمد و ثنای خدا بود تا که جلال او را بلند بردارد و خدا به هیمان 14 پسر و 3 دختر داده بود. همه اینها در تحت راهبری پدرشان با سنجها، عودها و بربطها در خانه خداوند سرودگویی می‌کردند و این خدمت خانه خدا را با هدایت پادشاه و آسا و یدوتون و هیمان به جا می‌آوردند. و شماره آنها با برادرانشان که سرودگویی را برای خداوند تعلیم گرفته بودند، یعنی همه کسانی که در این کار مهارت داشتند، 288 نفر بود. با قرعه تقسیم کرده آنها به 24 نوبت و آنها برای مقرر کردن نوبتداری خرد در برابر کلان، ماهر در برابر شاگرد قرعه پرداختند. و قرعه یکم بنی آصاف برای یوسف برآمد، دوم برای جدلیاهو که او و برادرانش و پسرانش 12 نفر بودند، سیوم برای زکور پسرانش و برادرانش 12 نفر، چهارم برای یسری پسرانش و برادرانش 12 نفر، پنجم برای نتانیاهو پسرانش و برادرانش 12 نفر، ششم برای بوقیاهو پسرانش و برادرانش 12 نفر، هفتم برای یسر الا پسرانش و برادرانش 12 نفر، هشتم برای یشعیاهو پسرانش و برادرانش 12 نفر، نهم برای متانیاهو پسرانش و برادرانش 12 نفر، دهم برای شمعی پسرانش و برادرانش 12 نفر، یازدهم برای عزرائیل پسرانش و برادرانش 12 نفر، دوازدهم برای حشبیا پسرانش و برادرانش 12 نفر، سیزدهم برای شبائیل پسرانش و برادرانش 12 نفر، چهاردهم برای متیتیاهو پسرانش و برادرانش 12 نفر، پانزدهم برای یریموت پسرانش و برادرانش 12 نفر، شانزدهم برای حنانیاهو پسرانش و برادرانش 12 نفر، هفدهم برای یاشبقاشا پسرانش و برادرانش 12 نفر، هجدهم برای حنانی پسرانش و برادرانش 12 نفر، نوزدهم برای ملوتی پسرانش و برادرانش 12 نفر، بیستم برای الیاتا پسرانش و برادرانش 12 نفر، بیست یکم برای هوتیر پسرانش و برادرانش 12 نفر، بیست و دویم برای جدلتی پسرانش و برادرانش 12 نفر، بیست و سیم برای محزیعوت پسرانش و برادرانش 12 نفر، بیست و چهارم برای روممتی آزر پسرانش و برادرانش 12 نفر. کتاب یکم وقایع نامه باب 26. تقسیمات دربانان. این است تقسیمات دربانان. از قورهیان مشالمیاهو ابن قوری از پسران آصاف و پسران مشالمیاهو زکریاهو نخوزاده، یدیایل دویم، زبدیاهو سیم، یتنیل چهارم، اعلام پنجم، یهوحانان ششم، الیهوئینی هفتم و پسران عبید ادوم شمعیا نخوزاده، یهوزاباد دویم، یوآ سیم،
ساکار چهارم، نتنئیل پنجم، امییل ششم، ایساکار هفتم، فاولاتی هشتم، زیرا که خدا او را برکت داده بود. و برای پسر شمعیا پسران تولد یافتند که در خاندان پدرشان سرداری میکردند، چون که جنگاوران دلیر بودند. پسران شمعیا آتنی، رفائیل، عبید و الزاباد. برادران دلیر او الیاهو و سمگیاهو. همه آنها از پسران عبید ادوم بودند که خودشان و پسرانشان و برادرانشان در خدمت مردان دلیر بودند. این آدمان عبید ادوم 62 نفر بودند. و مشالم یاهو 18 نفر پسران و برادران دلیر داشت. و حوسا که از پسران مراری بود پسران داشت. شمری سردارشان اگرچه نخوزاده نبود ولی پدرش او را سردار تعیین کرده بود. هلقیاهو دویم، تبلیاهو سیم، زکریاهو چهارم. همه پسران و برادران حوسا 13 نفر بودند. همین از تقسیمات دربانان در میان سرداران خانواده ها که نوبتهاشان در برابر برادرهای آنها برای خدمت کردن در خانه خداوند تعیین شده بود. و آنها هم خردشان و هم کلانشان بر حسب خانواده های خود برای هر دروازه قرعه پرتافتند. و قرعه دروازه شرقی به شلمیاهو افتاد. و هنگامی که برای پسرش زکریاهو که مشورتچی خیرتمند بود قرعه پرتافتند، قرعه او به دروازه شمالی برآمد. برای عبید ادوم دروازه جنوبی و برای پسرانش بیت المال. برای شیفیم و حوسا سمت غربی نزد دروازه شلاکت که در آنجا پیراه به فراز می رفت و جای یک نوبتداری در رو بروی نوبتداری دیگر بود. به طرف شرقی 6 نفر لیوی زادگان بودند، به طرف شمالی هر روز 4 نفر، به طرف جنوبی هر روز 4 نفر و نزد بیت المال 2 نفری. نزد ایوان جانب غرب در سر پیراه 4 نفر، نزد ایوان 2 نفر. همین از تقسیمات دربانانی که از پسران قوره و از پسران مراری بودند. لیوی زادگانی که نزد خزائین تعیین شده بودند. و لیوی زادگان دیگر یعنی برادران آنها بر خزائین خانه خدا و بر خزائین قربانی های مقدس تعیین شده بودند. پسران لعدان یعنی پسران جرشون از کمر لعدان که سرداران خانواده لعدان جرشونی بودند، یحییلی. پسران یحییلی زیتام و برادرش یوئیل بر خزائین خانه خداوند بودند. از امرامیان، یسحاریان، هبرونیان، آزیلیان. شبوئیل ابن جرشون ابن موسی ناظر خزائین بود. و برادران او از کمر الیعازر، پسرش رهبیاهو، پسرش یشعیاهو، پسرش یورام، پسرش ذکری و پسرش شلومید بودند که این شلومید و برادرانش بر تمام خزائین قربانی های مقدس متصدی بودند که آن را پادشاه داوود وقف کرده بود و نیز سرداران خانواده ها و میر هزارها و میر صدها و سرلشکرها از جنگ‌ها و از غنیمت‌ها وقف کرده بودند تا که خانه خداوند را تقویت نمایند. و هر آنچه سموئیل بصیر و شاول ابن قیش و ابنیر ابن نیر و یوآب ابن سرویا وقف کرده بودند، هر وقف کننده وقفش را به دست شلومید و برادرانش می سپرد. ناظران و داوران از یسحاریان، کنانیاهو و پسرانش بر کار بیرونی اسرائیلیان همچون ناظران و داوران تعیین شده بودند. از هبرونیان، حشبیاهو و برادرانش 1700 نفر مردان دلیر در این طرف اردن به سمت غربی برای نظارت کردن بر اسرائیل از جهت هر خدمت خداوند و از جهت خدمت پادشاه تعیین شده بودند. از هبرونیان بر حسب نسبنامه خانواده هاشان یریا سردار هبرونیان بود. در سال 40 پادشاهی داوود آنها تفتیش کرده شدند و در میان آنها مردان دلیر
در یعزیر جلعاد یافت شدند و برادران وی 2700 نفر مردان دلیر سرداران خانواده ها بودند و آنها را پادشاه داوود و رئوبینیان و جادیان و نصف سبط منشه از جهت هر خدمت خدا و خدمت پادشاه تعیین نمود. کتاب یکم وقایع نامه باب 27. تقسیمات سرداران لشکر و دیگر ناظران برای خدمت ماه به ماه. و بنی اسرائیل بر حسب شماره آنها، یعنی سرداران خانواده ها و میر هزارها و میر صدها و ناظران آنها، در هر کاری گروه هایی که ماه به ماه می آمدند و می رفتند، در همه ماه های سال با پادشاه خدمت می کردند. در هر گروه 24,000 نفر بودند. بر گروه یکم برای ماه یکم یاشابعاب ابن زبدیئیل بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. او از پسران فارس بر همه سرلشکرها در ماه یکم سردار بود. و بر گروه ماه دویم دوده اهوهی بود و در گروه او میقلوت سرور نیز بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری سیوم برای ماه سیوم بنایاهو ابن یهویادای سرکاهین بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. این همان بنایاهو بود که جسورترین آن 30 نفر و سردار بر آن 30 نفر بود و در گروه او پسرش امیزادا بود. سرلشکری چهارم برای ماه چهارم اسائیل برادر یوآب و بعد از او پسرش زبدیا بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری پنجم برای ماه پنجم شمهود یزراهی بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری ششم برای ماه ششم ایرا ابن ایقش تقوئی بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری هفتم برای ماه هفتم هیلس فلونی از پسران افرایم بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری هشتم برای ماه هشتم سیبکه هوشاتی از زارهیان بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری نهم برای ماه نهم ابی آزری اناتوتی از بنیامینیان بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری دهم برای ماه دهم مهره نطوفاتی از زارهیان بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری یازدهم برای ماه یازدهم بنایای فرعاتونی از پسران افرایم بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرلشکری دوازدهم برای ماه دوازدهم حالده نطوفاتی از پسران آتنیل بود و در گروه او 24,000 نفر بودند. سرداران 12 سبط. و بر سبطهای اسرائیل رئیس رئوبن الیعازر ابن ذکری، رئیس شمعون شفتیاهو ابن معکا، رئیس لیوی حشبیا ابن قموئیل، رئیس هارون صادق، رئیس یهودا الیهو از برادران داوود، رئیس ایساکار عمری ابن میکائیل، رئیس زبولون یشمعیاهو ابن عبدیاهو، رئیس نفتالی یریمود ابن عزرائیل، رئیس بنی افرایم هوشع ابن عزازیاهو، رئیس نصف سبط منشه یوئیل ابن فدایاهو، رئیس نصف منشه در جلعاد یدو ابن زکریاهو، رئیس بنیامین یعسیل ابن ابنیر، رئیس دان عزرائیل ابن یروهام. اینها سروران سبطهای اسرائیل بودند. ولی داوود کسانی را که 20 ساله و کمتر بودند سرشماری نکرد، زیرا خداوند گفته بود که اسرائیل را مثل ستاره های آسمان سرشمار می گرداند. یوآب ابن سرویا به سرشماری سر کرد ولی به انجام نرسانید و به این مناسبت غضب بر اسرائیل به عمل آمد و آن سرشماری به کتاب وقایع نامه پادشاه داوود داخل نشد.
و بر خزائن پادشاه ازمفت ابن عدیل بود و بر انبارهایی که در صحرا، در شهرها و در دهات و در قلعه‌ها بود یوناتان ابن اوزیاهو. منصبداران دیگر که داوود برگماشته بود و بر کارکنان صحرا که زمین را کار می‌کردند ازری ابن کلوب و بر تاگزارها شمعی راماتی و بر انبارهای شراب که در تاگزارها بود زبدی شفمی و بر درختان زیتون و توت انجیر که در پستی بود به الحانان چدیری و بر انبارهای روغن یوآش و بر گاوهایی که در شارون می‌چرید شرطه شارونی و بر گاوهایی که در وادی‌ها بود شافاد ابن عدلای و بر شترها اوبیل اسماعیلی و بر مادخرها یهدیاهوی میرونوتی و بر بز و گوسفندان یازیز حجری. همه اینها سرداران مال و ملک بودند که پادشاه داوود برگماشته بود. و یوناتان عمک داوود مشورتچی مرد عاقل و کاتب بود و یحییل ابن حکمونی نزد پسران داوود بود و اهیتوفل مشورتچی پادشاه و هوشی ارقی دوست پادشاه بود. و بعد از اهیتوفل یهویادا ابن بنایاهو و ابیاتار بودند و سرلشکر پادشاه یوآب بود. کتاب یکم وقایع نامه باب 28. پادشاه داوود در مجلس با تنتنه همه سرداران اراده خود را اعلان می‌کند. و داوود همه سروران اسرائیل، سروران سبط‌ها و سروران گروه‌ها را که به پادشاه خدمت می‌کردند و میری هزارها و میری صدها و سرداران تمام مال و ملک و چاروای پادشاه و پسرانش را با خواجه سرایان و پهلوانان و همه مردان جنگی در یروشلیم جمع کرد. و پادشاه داوود بر پاهایش برخاسته گفت: مرا بشنوید ای برادران من و قوم من. مراد دل من این بود که خانه آرامگاه برای صندوق عهد خداوند و برای قدمگاه خدای ما بنا کنم و برای بنا کردن آن تیاری دیدم. ولی خدا به من گفت: تو خانه به اسم من بنا نکن، زیرا که تو مرد جنگی هستی و خون ریخته ای. و خداوند خدای اسرائیل مرا از تمام خاندان پدرم انتخاب کرد تا که بر اسرائیل به صورت ابدی پادشاه باشم، زیرا که او یهودا را همچون رئیس برگزید و از خاندان یهودا خاندان پدر مرا و از پسران پدرم به من توجه نمود تا که بر تمام اسرائیل پادشاه گردانم. و از همه پسرانم، زیرا که خداوند به من پسرانی بسیار داده است، او پسرم سلیمان را انتخاب کرد تا که وی بر تمام سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند. و او به من گفت: پسر تو سلیمان همان است که خانه مرا و صحنهای مرا بنا خواهد کرد، زیرا که من او را برگزیدم تا که برای من پسر باشد و من برای وی پدر خواهم بود. و سلطنت او را تا ابد پایدار خواهم گردانید، به شرطی که در اجرای احکام و دستورهای من مثل امروز استوار باشد. و الحال در پیش نظر تمام اسرائیل که جماعت خداوند هستند و به سمع خدای ما میگویم، تمام احکام خداوند خدای خود را به جا آورید و جویا باشید تا که این زمین خوب را تصرف نمایید و بعد از خود آن را به پسران خود تا ابد میراث بگذارید. و تو ای پسرم سلیمان خدای پدر خود را بشناس و او را با دل کامل و با جان اشتیاقمند عبادت نما، زیرا که خداوند همه دلها را امتحان میکند و هر اندیشه و فکر را میفهمد. اگر او را جویا باشی او برای تو یافت خواهد شد، ولی اگر او را ترک نمایی او تو را تا ابد ترک خواهد کرد. الحال دقت نما، زیرا که خداوند تو را برگزیده است تا که خانه برای قدس بنا نمایی، پس قوی باش و عمل نما. و داوود به پسر سلیمان نقشه رواق و خانه های آن و انبارهای آن و بالاخانه های آن و حجره های داخلی آن و خانه حرم را داد. و نقشه هر آنچه را که از جانب روح به او عطا شده بود
برای صحنهای خانه خداوند و برای اتاقهای گرداگرد آن و برای خزائن خانه خدا و برای خزائن قربانی‌های مقدس و برای گروه‌های کاهنان و لیویزادگان و برای تمام کار خدمتگزاری خانه خداوند و برای تمام کالای خدمت خانه خداوند و طلا را با وزن طلا برای تمام کالای هر نوع خدمت داد و نقره را برای تمام کالای نقره با وزن آن برای تمام کالای هر نوع خدمت و طلا را با وزن آن برای چراغدانها و چراغهای آنها با وزن آن برای هر چراغدان و چراغهاشان و نقره را با وزن آن برای چراغدانهای نقره برای هر چراغدان و چراغهایش موافق کار هر چراغدان و طلا را با وزن آن برای میزهای نان تقدیم برای هر میز و نقره را برای میزهای نقره و طلای خالص را برای چنگالها و کاسه ها و پیاله ها و برای تاسهای طلا با وزن آن برای هر تاس و نقره را برای تاسهای نقره با وزن آن برای هر تاس و طلای صاف را با وزن آن برای قربانگاه بخور و برای نقشه عرابه یعنی کروبیان طلایی که بالهاشان را پهن کرده بالای صندوق عهد خداوند را می پوشانند. همه این به طور خطی است که از جانب خداوند بر من نازل شده، همه کارهای این نقشه را به من فهمانیده است. داوود ساختمان معبد را به سلیمان می سپارد و داوود به پسر سلیمان گفت: قوی و دلیر باش و عمل نما، نترس و هراسان نشو، زیرا که خداوند خدا خدای من با توست و تا تمام کاری که برای خدمت خانه خداوند لازم است به انجام نرسد، او از تو دور نخواهد شد و تو را ترک نخواهد کرد. و اینک گروه های کاهنان و لیویزادگان برای خدمت خانه خدا و هر ولی نعمتی که حکمتش را به هر عمل می بخشد در تمام این کار با توست و سروران و تمام قوم به هر امر تو اطاعت خواهند کرد. کتاب یکم وقایع نامه باب 29. داوود به تمام قوم مراجعت نموده نصیحت می دهد. و پادشاه داوود به تمام جماعت گفت: پسرم سلیمان که خدا او را به تنهایی برگزیده است، جوان و نازک است، ولی این کار بزرگ است، زیرا که این قلعه نه از برای آدمی زاد است، بلکه برای خداوند خدا. و من با تمام قوتم برای خانه خدای خود تیار کردم. طلا را برای اشیای طلایی و نقره را برای اشیای نقرگین و مس را برای اشیای میسین و آهن را برای اشیای آهنین و چوب را برای اشیای چوبین، سنگ‌های جز و سنگ‌های ترسه، سنگ‌های سرمفام و رنگارنگ و هر نوع سنگ‌های گرانبها و بسیار سنگ‌های مرمر. و باز به سبب محبت خود به خانه خدای خود گنجینه طلا و نقره که من دارم آن را نیز علاوه بر هر چیزی که برای خانه قدس تیار کردم من برای خانه خدای خود می دهم. 3000 کیکر طلا از طلای اوفیر و 7000 کیکر نقره صاف برای رویبست کردن دیوارهای خانه ها. طلا را برای اشیای طلایی و نقره را برای اشیای نقرگین، برای هر کاری که با دست هنرمندان به جا آورده می شود. پس کیست که امروز به طور اختیاری برای خداوند اعانت دهد؟ سرداران و قوم به طور اختیاری اعانت می دهند. و سرداران خانواده ها و سروران سبط های اسرائیل و میری هزارها و میری صدها و سرداران کارهای پادشاه به طور اختیاری به دادن اعانت شروع کردند. و برای خدمت خانه خدا 5000 کیکر و 10,000 درهم طلا و 10,000 کیکر نقره و 18,000 کیکر مصر و 100,000 کیکر آهن دادند. و آنهایی که در دستشان سنگ‌های گرانبها یافت شد، آنها را برای خزائن خانه خداوند به دست یحییل جرشونی سپردند. و قوم از اعانت‌های اختیاری خود شاد گردیدند، زیرا که با دل کامل برای خداوند اعانت دادند و پادشاه داوود نیز بغایت شاد شد.
داوود خداوند را مبارک می‌خواند و شکرانه می‌گوید. و داوود خداوند را پیش تمام جماعت مبارک خواند و داوود گفت: ای خداوند خدای پدر ما اسرائیل، تو از ازل تا ابد مبارک هستی. خداوندا کبریا و زورمندی و شکوه و نصرت و شفقت از آن توست، زیرا که هر آنچه در آسمان و زمین است از آن توست. خداوندا سلطنت از آن توست و تو بر سر همه متعال هستی و ثروت و جلال از جانب توست و تو بر همه حاکم هستی و قوت و قدرت در دست توست و اختیار بزرگ و مستحکم کردن همه در دست توست. و الحال ای خدای ما تو را حمد میگوییم و اسم پرشکوه تو را ستایش میکنیم. اما من کیستم و قوم من چیستند که قوت داشته باشیم چنین اعانت دهیم؟ زیرا که همه چیز از جانب توست و آنچه را که از دست تو گرفته ایم به تو داده ایم. زیرا که ما به حضور تو غریب هستیم و مثل همه پدران خود مهمان می باشیم. ایام ما بر زمین مثل سایه است و بقا ندارد. ای خداوند خدای ما، تمام این ثروت که برای ساختن خانه به اسم قدس تو مهیا کرده ایم از دست توست و همه آن از آن توست. و من ای خدای من می دانم که تو دلها را امتحان میکنی و به راستکاری توجه می نمایی. من از راستی دل خود تمام این اعانت را دادم و الحال می بینم که قوم تو نیست که در اینجا می باشند با شادمانی برای تو اعانت می دهند. ای خداوند خدای ابراهیم، اسحاق و اسرائیل، این را به صورت ابدی در فکر و اندیشه های دل قوم خود نگاه دار و دلهای آنها را به سوی خود روانه نما. و به پسرم سلیمان دل کامل ببخش تا که احکام تو، شهادات تو و فرائض تو را رعایت نماید و همه این را به عمل آورد و قلعه را که من برایش تیاری دیدم بنا کند. و داوود به تمام جماعت گفت: خداوند خدای خود را مبارک خوانید. و تمام جماعت خداوند خدای پدران خود را مبارک خواندند و به خداوند و به پادشاه تعظیم کردند و سجده بردند. و برای خداوند قربانی ها ذبح کردند و فردای آن روز برای خداوند قربانی های سوختنی تقدیم کردند. 1000 سر گاو، 1000 سر قشخوار، 1000 سر گوسفند با هدیه های ریختنی آنها و قربانی های زیاد برای تمام اسرائیل. و در آن روز به حضور خداوند با شادمانی بزرگ خوردند و نوشیدند. و سلیمان ابن داوود را دویم باره پادشاه ساخته و حضور خداوند او را به رئیسی و صادق را به کاهنی تدهین کردند. پادشاه شدن سلیمان. فوت پادشاه داوود. و سلیمان بر تخت خداوند نشسته به جای پدرش داوود پادشاهی کرد و کامیاب گردید و تمام اسرائیل به او اطاعت کردند. و همه سرداران و پهلوانان و همه پسران پادشاه داوود نیز و پادشاه سلیمان تابع شدند. و خداوند سلیمان را بزرگ گردانیده در نظر تمام اسرائیل بلند برداشت و شکوه سلطنت را به او عطا فرمود که هیچ پادشاه اسرائیل پیش از او به آن نائل نگردیده بود. و داوود ابن یسای بر تمام اسرائیل پادشاهی کرد و ایام پادشاهی او بر اسرائیل 40 سال بود. در هبرون 7 سال پادشاهی کرد و در یروشلیم 33 سال پادشاهی کرد. و او در پیری نیکو از عمر و ثروت و جلال سیر گردیده فوت کرد و پسر سلیمان به جای او پادشاه شد. و سرگذشت پادشاه داوود از اول عمرش تا آخر آن در نوشتجات سموئیل بصیر و در نوشتجات ناتان نبی و در نوشتجات جاد پیشبین تصویر یافته است. با تمام سلطنت او و زورمندی او و با واقعه هایی که به او و به اسرائیل و به همه سلطنت های کشورها روی داده است.